رفقا سلام. میریم سر وقت آموزش فصل 3 12، یکی از بلا تکلیف ترین فصل های کتاب درسیتون که توی کنکور سراسری یه جورایی تکلیف خودشو معلوم کرده، ولی تو نهایی همچنان یه جورایی یه فصلیه که شاید آتیش خاکستر بشه بهش گفت. سوالاتی که تا حالا ازش توی نهایی آمده سوالای به شدت ساده بوده، تو خیلی نه من به اون کم نمکی نهایی‌های گذشته با این فصل میخوام رفتار بکنم، نه حالا یهو گاز بدم سوالای کنکور سراسری رو شروع کنم تو این فصل مطرح کردن، ولی حالا با تأمل و اندیشه و در واقع مثلا پیش بینی خودم یه چیز حد واسطی اتفاقا رو به سخت و برای فصل 3 12 در نظر گرفتم که با هم تو این پارت آموزشی در موردش صحبت بکنیم. سوال امتحان نهاییش خیلی چیزی نداره که ما بخوایم حالا یاد بگیریم توش یا مثلا تمرکزی بکنیم، که حالا اونم البته مثل در واقع بقیه فصلا ویدیوی تفسیر و تحلیلش هست. برای همین یه ذره ما تو آموزشش سعی کردیم پا رو فراتر، خیلی فراتر از دوره‌های گذشته بذاریم که اگر در نهایی امسال سوالی اومد ما سورپرایز نشیم، آمادگی قبلیشو داشته باشیم. با یه سری تعاریف اولیه شروع میکنیم و یه سری حرفای اولیه میزنیم، کم کم سراغ بحث وراثت یا انتقال صفات از یه نسلی به نسل بعد خواهیم رفت. تعاریف اولیه‌اش هم خیلی مهمه، هم حالا تو درک توارث میتونه ما کمک بکنه، هم خب به کرات در نهایی‌های مختلف از تعاریفش هم سوال مطرح شده. با یه مقدمه شروع میکنیم. میگه شباهتی که بین والدین و فرزندان دیده شد تایید کننده این بود که ویژگی های والدین حالا به شکل مولکول وراثتی میتونه به فرزندان منتقل بشه. اصلا مولکول وراثتی یا ماده وراثتی مولکولیست با 3 مشخصه. مشخصه اولش بتونه تو خودش اطلاعات رو ذخیره بکنه که ما تقریبا در 2 فصل اول 12 این ویژگی رو درک کردیم که اطلاعات به چه نحوی توی دی ان ای به عنوان ماده وراثتی ما داره ذخیره میشه. ویژگی دوم ماده وراثتی اینه که بتونه از یه نسلی به نسل بعد منتقل بشه که تو این فصل میخوایم در موردش صحبت بکنیم. میگه در طی تولد مثل جنسی ارتباط بین نسل‌ها رو گامتا برقرار میکنن. اینا میتونن جاخالی بشن، درست نادرست بشن، حتی میتونن سوال هم بشن. کلا این فصل فکر کنم تو کتاب 9 صفحه است، پس متنش فوق العاده مهمه دیگه. میخواد مثلا تو متنش یه 1.5 نمره سوال طرح بکنه، یه 75 صدمی سوال طرح بکنه، پس متنش رو خیلی مسلط باشین، چیز عجیب غریبی هم نیست. پس شباهت والدین و فرزندان گویای اینه که ویژگی‌های والدین به نحوی به فرزندان منتقل میشه. تو تولد مثل جنسی ارتباط بین نسل‌ها رو گامتا برقرار میکنن و ویژگی‌های هر یک از والدین توسط دستورالعمل‌هایی که در دنای موجود در گامتا وجود داره به نسل بعد منتقل میشه. ما قوانین بنیادی وراثت و مدیون زیستشناس بزرگواری به اسم گریگور مندل هستیم که تو اواخر قرن 19 قوانین بنیادی وراثت رو کشف کرد که اهمیت کار ویژه این زیستشناس بزرگ اینه اون زمانی که این قوانین بنیادی وراثت رو کشف کرد هنوز ساختار و عمل دنا و ژن‌ها معلوم نبود، حتی ساختارش حتی عملش معلوم نبود. برای همین خیلی کار جناب مندل با کشف قوانین بنیادی وراثت با ارزشی متاسفانه تو کتاب ما حرفی در مورد این قوانین زده نشده. صرفا میگه به کمک این قوانین میشه صفات فرزندان رو پیش بینی کرد. قبل از آقای مندل یا قبل از قوانین بنیادی وراثت نظر زیستشناسان یا حالا به طور کلی اندیشمندان یا فیلسوفان در مورد قوانین وراثت این بود که صفات فرزندان آمیخته ای از صفات والدین و حد واسط آنهاست. یعنی معتقد بودن اگر یه والدی قد بلنده یه والدی قد کوتاه حتما باید فرزند قد متوسط بشه و اگر نشه لال شم. این بچه اونا نیست، داستانهایی به وجود می اومد. یه دفعه سوال نهایی بوده اگه اشتباه نکنم شهریور 402 گفته که وراثت کدوم از صفات دو تا دونه تو پرانتز انتخابیه با نظریه قبل از کشف قوانین وراثت هماهنگ بود. ما باید دنبال صفتی بگردیم که حالت بارزیت ناقص داشته باشه، چون الان تو بارزیت ناقص واقعا همینه. اون فرد ناخالص که مثلا فرزند 2 فرد خالصه فنوتیپی رو از خودش نشون میده که حد واسط والدینشه. مثلا والدی که موی صاف داره و والدی که با همسرش، مثلا 2 والدی که یکیشون موی صاف داره یکیشون موی فر داره، فرزندشون موهاش موجدار میشه، حد واسط موی والدینش. یا رنگ گل میمونی سفید با گل میمونی قرمز، فرزندشون رنگش صورتی میشه.
پس اون صفاتی که دارای بارزیت ناقصن اونا با قوانین قبل از کشف قوانین وراثت هماهنگن. ولی خب همه صفات این ویژگی رو ندارن دیگه. مثلا اگر رابطه بارز و نهفتگی وجود داشته باشه، یهو مثلا یه والدی که نهفته است فرزند بارزی رو از خودش بروز میده، یا دوتا فرد بارز فرزندی با فنوتیپ نهفته رو به وجود میارن. برای همین برای همه صفات دیگه امروزه این نمیتونه صدق بکنه. ولی به هر حال به عنوان یه نظریه تو ذهنتون باشه که قبل از قوانین وراثت تصور این بود که صفات فرزندان آمیخته‌ای از صفات والدینه و حد واسطی از اونها. سوال تشریحی هم میتونه باشه، اگه اشتباه نکنم تو نهایای گذشته‌ام اومده. ما با چند تا تعریف اولیه شروع بکنیم، ماجرا رو تو ذهنمون جا بندازیم، سر وقت متن بریم کم کم اطلاعاتمون رو تو این فصل تکمیل بکنیم. می آقا ویژگی هایی که توی یک جاندار وجود داره به دو دسته تفکیک میشن. بعضی از این ویژگی ها ارثی ان، از والدین به ارث رسیدن. بعضی از این ویژگی ها غیر ارثی ان، اصطلاحاً اکتسابی ان. به اون ویژگی های غیر ارثی اجازه نداری صفت بگی. مثال هم زده، مثلا شما میرین لب ساحل ولو میشین، کرم مرم میزنید، اون پماد میزنید، اونم چی میزنید، یه چیزی میزنید برنزه میشین، چی؟ لوسیونی یه چیزی میزنید برنزه میشین، در واقع در برابر پرتوهای نور خورشید. اون تیره شدن شما، شکلاتی شدن شما یه ویژگیتون به حساب میاد، ولی اون صفت محسوب نمیشه چون این اکتسابی کسب شده. پس تعریف صفت میگه در علم ژن شناسی ویژگی ارثی جانداران رو به صفت میگن. حالا علم ژن شناسی چیست؟ ژن شناسی چیست؟ شاخه ای از زیست شناسیه که به چگونگی وراثت از نسلی به نسل دیگر میپردازد. اینا هم مسخره است ولی میتونن بارم داشته باشه. ژن شناسی رو تعریف کن. اونایی که این فصل رو مثلا خیلی جدی نخوندن، اون متن سرسری رد شدن، یه نیم نمره 25 صد رو میدن هوا. بعد شاخه ای از زیست شناسی که به چگونگی وراثت صفات از نسل به نسل دیگر میپردازد. یه تعریف دیگه دارید شکل های صفت. دو تا صفت رو مثال زده، میگه مثلا رنگ چشم انسان ممکنه به رنگ‌های مشکی، قهوه‌ای، سبز یا آبی باشه، یا حالت موی انسان میتونه صاف، موجدار یا فر باشه. میگه به انواع مختلف یک صفت شکل‌های اون صفت میگن. بچه‌ها در مورد حالت مو جلوتر هم با هم حرف میزنیم. این نشون میده که رابطه بین اینا رابطه بارزیت ناقصه، یعنی صاف وقتی با فر آمیزش میکنه زاده‌ای موجدار تولید میکنه که این موجداره حد واسط والدین رو نشون میده، پس بارزیت ناقص داره. پس اینم شد تعریف شکل. به انواع مختلف یک صفت شکل میگن. تعریف بعدی تعریف ژنه که ما تو فصل 1 و 2 12 هم بارها و بارها با این تعریف روبرو شدیم. ژن بخشی از مولکول دی ان ایه. پس همه دی ان ای نه، بخشی از مولکول دی ان ای، چون 10 بار در 2 فصل قبلی گفتیم که دی ان ای از ژن و بین ژن تشکیل شده. اون بخشی از دی ان ای که حالا تحت رهبریش یا به دنبال بیان شدنش از روش آرنه یا پلیپپتید ساخته میشه به ژن گفته میشه. اگر ما در صفحه بعد بخوایم حالا همینا رو اینجوری پله پله تو ذهنمون تثبیت بکنیم، پس وقتی میگیم ژن بخشی از مولکول دی ان ای، این الان یه مولکول دی ان ای که بخش‌هایی به اسم ژن داره. تو فصل قبل درک کردیم که همه دی ان ای ژن نیست، ما یه توالی‌های بین ژنی هم داریم که اینا هیچ موقع بیان نمیشن، اصطلاحاً رونویسی نمیشن. ژن بخشی از مولکول دی ان ایه که وقتی بیان میشه از روش آرنه یا پلیپپتید ساخته میشه. یه خیلی تو فصل قبل بهتون گفتیم بتون اندازن هر ژنی ژن پروتئینی نیست. یه موقعی ژن تی آر ان ای، ژن آر آر ان ای، ژن اس آر ان ای، اینا که ژن پلیپپتید نیستن. یه گروه از ژن‌های پلیپپتیدن که اینا اول رونویسی میشن، از روشون ام‌آر‌ان‌ای به دست میاد، بعد ترجمه میشه ام‌آر‌ان‌ای، از روش پلیپپتید به دست میاد. بچه‌ها ما عملاً تو فصل 3 12 دیگه با این ژنا کار داریم. وقتی از صفاتمون صحبت میکنیم بیشتر صفات ما متأثر از بیان شدن ژن‌های پروتئینا. مثلا اگر من گروه خونی مثبتی دارم، یه پروتئینی در بدن من ساخته شده، بر روی قشای گویچه‌های قرمز من قرار گرفته که من گروه خونی مثبت شده. یا من اگر گروه خونی آ دارم، یک آنزیمی در بدن من از روی ژن‌ها ساخته شده که باعث قرارگیری کربوهیدرات آ روی قشای گویچه قرمز من و گروه خونی آ من شده. پس ما از اینجا بعد دیگه با ژن‌های کار داریم که از روشون پلیپپتید ساخته میشن. دو تا از ژن‌ها خیلی مهمن، باید جایگاهشون هم بلد باشی. یک ژنیه که از روش قرار پلیپپتیدی ساخته بشه که باعث مثبت و منفی شدن گروه خونی میشه. این پلیپپتید بهش پروتئین دی میگن.
یا RH میگن یا رزوس میگن که اگر این پروتئین در بدن ما ساخته بشه جاش هم قشای گوچه قرمزه. ما RH مثبت داریم و اگر ساخته نشه یعنی رو قشای گوچه قرمز وجود نداشته باشه ما RH منفی داریم. بچه‌ها جای ژنی که از روش پروتئین دی RH یا رزوس ساخته میشه فامتن شماره 1 باید حفظ باشید دیگه. اصطلاحاً جایگاه ژنی ژن‌های مربوط به پروتئین دی رو فامتن شماره 1. پلی‌پپتید بعدی که باز تو این فصل ما باش کار داریم 2 تا آنزیمن، آنزیم A و آنزیم B گروه خونی که این آنزیم‌ها مسئول اضافه کردن کربوهیدرات A و کربوهیدرات B به قشای گویچه قرمزن. خود کربوهیدرات نمیتونه ژن داشته باشه چون ژن مال کربوهیدرات نیست، ژن یا مال RNA یا مال پلی‌پپتیده. این ژنایی هستن که از روشون آنزیم‌هایی ساخته میشه که اون آنزیم‌ها میان کربوهیدرات‌های A و B رو به قشای گویچه قرمز اضافه میکنن. که حالا میگم اینا 3 مدل ژن دارن، 3 مدل آلل دارن که جلوتر مفصل‌تر معرفی میکنیم. جایگاه ژن‌های مربوط به آنزیم‌های A و B فامتن شماره 9. 2 تا باید حفظ باشید. پس ژن چی شد؟ بخشی از مولکول DNA که وقتی بیان میشه از روش RNA یا پلی‌پپتید ساخته میشه که ما دیگه از الان به بعد تو این فصل با ژن‌های پلی‌پپتیدا کار داریم. 2 تا از ژن‌ها هم جایگاهشون رو معرفی کردیم، پس بیانش منجر به تولید RNA یا پلی‌پپتید میشه. 2 دسته از ژن‌ها رو گفتیم جاشون رو حفظ باشید. ژن مربوط به ساخت پروتئین دی که جاش شد فامتن شماره 1 که مربوط به مثبت و منفی شدن گروه خونیه و ژن مربوط به ساخت آنزیم‌های اضافه کننده کربوهیدرات A و B به قشای گویچه قرمز، اصطلاحاً همون گروه‌های خونی A و B و اینا که جای ژن مربوط به اونا فامتن شماره 9. تعریف بعدی تعریف کروموزوم همتا، هومولوگ یا همساخته. تو این فصل خیلی به دردمون نمیخوره ولی تو 4-12 درکش بهمون کمک میکنه. همتا، هومولوگ یا همساخت یه رابطه نسبی بین کروموزوماست. به کروموزومایی که 3 تا مشخص نسبت به هم دارن اصطلاحاً کروموزومای همتا، هومولوگ یا همساخت گفته میشه. کروموزومایی که یک هم اندازن، الان این کروموزوم قرمز رنگ من و این کروموزوم آبی رنگ من هم اندازن. یعنی چه؟ یعنی تعداد ژناشون با هم برابره. کروموزوم میگیم همون دی ان ای دیگه. به دی ان ای به علاوه پروتئین میگن کروماتین یا کروموزوم. وقتی وکوولوه بهش میگن کروماتین، وقتی فشرده میشه بهش کروموزوم میگه. پس این عملا همون دی ان ای است. حالا ما یه پروتئین بهش اضافه کردیم شکل کروموزوم بهش دادیم. پس کروموزوم‌های همتا اولا هم اندازن، یعنی تعداد ژناشون با هم برابره. 2 هم شکلن. منظور از شکل محل سانترومرشونه. و محتوای ژنتیکی مشابه دارن. به اینا میگن همتا. اگه محتوا یکسان باشه بچه‌ها تو زیست بهش خواهری میگن. تو 11ام خوندی. اگه یکسان باشه بهش خواهری میگن. وقتی لفظ همتا به کار میره یعنی باید محتوا مشابه باشه. تو میگی آقا من خب اگه تو نهایی بیاد که حالا به درد 12ام هم نمیخوره چون تعریف 11میه 3 تا 25 صدمو مینویسم هم اندازه هم شکل محتوای مشابه. ولی حقیقتش معنی محتوای مشابه رو نمیفهمم، دارم حفظ میکنم. بیا کمکت بکنم. منظور از محتوای مشابه اینه، یعنی اگه اینجا کروموزوم قرمزه، من کروموزومم تک کروماتیدی کشیدم، غیر مضاعف کشیدم، میتونستم اینا رو مضاعف یا 2 کروماتیدی بکشم، فرقی نمیکرد تو محتواش. حالا جلوتر شکل مضاعفش هم میبینید. میگه اگر اینجا کروموزوم قرمزه ما اینجا جایگاه فرض بفرمایید صفت RH باشه یا ژن RH باشه، جایگاه ژنی RH باشه، خب اینجای آبی هم دقیقاً جایگاه ژن RH. و تو میگه آقا ما رو اسکول کردین که یکسان شد، مگه نگفتی مشابه؟ تند نرو. حالا این میتونه ژن RH مثبتش باشه، این میتونه ژن RH منفیش باشه. یعنی منظور اینه که جایگاه ها یکسان باشه. حالا میتونه محتوا فرق بکنه، برای همین اصطلاح میگم محتوای مشابه. اگه اینجا قرمزه مثلا جایگاه ژن ABO، گروه خونی ABO، اینجای آبی هم جایگاه ژن ABO. خب آقا باز که یکسان شد بابا. حالا این میتونه آش باشه، این میتونه اوش باشه. اگه اینجای قرمزه ژن حالت موه، اینجای آبی هم ژن حالت موه، حالا این میتونه صافیش باشه، این میتونه فریش باشه.
پس منظور از مشابه فهمیدین یعنی چی؟ پس کروموزوم‌های هم اندازه همشکل با محتوای ژنتیک مشابه رو نسبت به هم کروموزوم‌های همتا میگن، هومولوگ میگن، همساخت میگن، که ما تو بدنمون به ازای هر کروموزوممون یه کروموزوم همتا داریم. من 2 تا کروموزوم 1 دارم، 2 تا 2 دارم، 2 تا 3 دارم که یکی رو از پدر، یکی رو از مادر، یکی رو از اسپرم پدر، یکی رو از تخمک مادر گرفتم. پس همتا شد کروموزوم‌های همشکل، محل سانترومر یکی، هم اندازه با محتوای مشابه. تعریف بعدی خیلی تعریف مهمیه، آلل یا دگره به معنی دیگری. آلل یعنی چی؟ اگه راحت با هم حرف بزنیم آلل همون ژنه. تو میگی باز ما رو اسکول کردی؟ اگه آلل همون ژنه خب بگو ژن دیگه، چه کرمیه. میگه نه، ادامه داره تعریف. آلل دوباره یه رابطه نسبی این بار بین ژناست، هم تا بین کروموزوم‌ها بود، آلل بین ژناست. به چه ژنایی نسبت به هم آلل میگن؟ ژنایی که 2 تا مشخصه دارن، مال یک صفتن، جایگاه یکسانی از کروموزوم‌های همتا دارن. مال یک صفتن، جایگاه ژنی یکسانی از کروموزوم‌های همتا دارن. الان ژن RH مثبت و ژن RH منفی هر دو مال یک صفتن دیگه، مال صفت RHشن. جایگاهشون هم که اونجای مثلا کروموزوم شماره 1. خب پس جایگاهشون یکی شد، مال یک صفت هم هستن، یعنی 2 تا ژن نسبت به هم آللن. اصلا دیگه از یه جای بعد شما کلمه ژن رو نمیشنوین، همش دارین آلل رو میشنوین. آلل بیماریزا، آلل سلامت، آلل گروهخونی مثلا آلل گروهخونی B، ولی آلل همون ژنه. یا به قول کتاب تعریفی که حالا باید برای نهایی بنویسین، شکل‌های مختلف یک صفت با جایگاه ژنی یکسان. شکل‌های مختلف یک صفت با جایگاه ژنی یکسان همون معنا رو میگه دیگه. الان ژن آی گروهخونی AB-O و ژن او گروهخونی AB-O آلله، چون هر دو مال یک صفتن، جایگاه یکسانی هم دارن. پس این شد تعریف آلل یا اصطلاحاً دگره به معنی دیگری. پس شد یه رابطه نسبی بین ژنا. چه ژنایی؟ ژنایی که مال یک صفتن، جایگاه یکسانی از کروموزوم‌های همتا دارن. تو نهایی بعد اینو بنویسید، این تعریف کتابتونه. شکل‌های مختلف یک صفت با جایگاه ژنی یکسان، به اینا میگن آلل. ما برای نشان دادن آلل‌ها در ژنتیک از حروف لاتین استفاده می‌کنیم. دیدین دیگه؟ خب بر چه مبنای حروف لاتین رو برای ژن‌های آلل‌ها استفاده می‌کنیم؟ بر مبنای روابط بین آلل‌ها. پس این تیکه خیلی مهمه. روابط بین دگره‌ها تعیین میکنه که ما آلل‌های یک صفت رو چجوری نشون بدیم. روابط بین آلل‌ها 2 مدله. مدل اول رابطه بارز و نهفتگیه. یعنی چی؟ قدیما به این قالب و مغلوبی هم میگفتیم. یعنی وقتی 2 تا آلل یک صفت کنار هم قرار میگیرن، یکی خودش رو نشون میده بهش میگن بارز، یکی خودش رو نشون نمیده بهش میگن نهفته، که این ویژگی‌های اون آلل است. حالا جلوتر یه چند تا مثال کتابو توضیح میدیم که چرا این بارزه این نهفته است. پس بارز و نهفتگی یعنی وقتی 2 تا آلل مربوط به یک صفت کنار هم قرار میگیرن در یک سلول، یکی بروز پیدا میکنه، یکی بروز پیدا نمیکنه. اونی که بروز پیدا میکنه بهش میگن بارز، اونی که بروز پیدا نمیکنه بهش میگن نهفته. طرز نمایشش تو زیست چجوریه؟ اون آللی که بارزه رو با حرف بزرگ لاتین نشون میدن، اون آللی که نهفته است رو با حرف کوچیک لاتین نشون میدن. بچه‌ها بارز و نهفتگی به فرد بستگی نداره ها، این یه چیز فیکسه. این 2 تا آلل یه مشخصاتی، ویژگی‌هایی دارن که زور این به این میرسه. یعنی وقتی این 2 تا کنار همن، این نشون داده نمیشه، این نشون داده میشه. یعنی اینجوری نیست مثلا یه آللی تو بدن من بارز باشه، تو بدن عرفان نهفته باشه. نه، ثابته. این چیزی نیستش که استدلال پشتش باشه، تجربی زیست شناسا بهش رسیدن. مثلا زیست شناسا دیدن اگر کسی آلل RH مثبت رو داشته باشه، آلل RH منفی هم داشته باشه، RHش مثبت میشه. پس گفتن آلل RH مثبت به آلل RH منفی بارزه. آلل RH مثبت رو با دی بزرگ نشون میدن که این چون فیکس مثال کتابه باید حفظ باشی. آلل RH منفی رو با دی کوچیک نشون میدن. ببین خیلی اوقات این بارز و نهفتگی ها رو نمیشه چراشون رو توضیح داد. مثلا نمیتونی بگی چرا این بارزه این نهفته است. مثلا تو رنگ چشم انسان، رنگ چشم قهوه‌ای به رنگ چشم آبی بارزه، چراشو نمیتونیم توضیح بدیم با اطلاعات الانمون. ان شاءالله در دانشگاه میفهمیم. ولی یه چند تاییش هم میشه توضیح داد، مثلا همینی که الان دارید اینجا میبینید. میخوای یه چک نویس با من بدی اینجا رو خیلی شلوغ نکنم. ببین ماجرای علت بارز بودن ژن RH مثبت و علت نهفته بودن ژن RH منفی چیه؟ اینو کتاب مثل قهرمان توضیح داده. بچه ژن RH مثبت یه ژن ردیف و درست و سرحالیه که وقتی رونویسی میشه، ترجمه میشه، از روش پروتئین دی ساخته میشه. یعنی منعی برای رونویسی شدن یا ترجمه شدن نداره. اما ژن RH منفی بچه اصلا یه ژن خرابه، یه ژن غیر فعاله، یه ژن لاله. این اصلا نمیتونه رونویسی بشه.
انگار اصلا وجود نداره، انگار نه انگار هیچی از روش ساخته نمیشه. حالا منو ببین، وقتی این دوتا ژن کنار هم قرار میگیرن، ژن RH مثبت میگه از رو من پروتئین دی بساز، ژن H منفی چی میگه؟ هیچی، لاله، نمیگه نسازا که موقع تو بگی به بساز گوش بکنم یا به نساز گوش بکنم، این لاله، اصلا حرف نمیزنه. یعنی میگه بساز این لاله، خب تو چیکار میکنی؟ میسازی دیگه. بر همین این میشود بارز، این میشود نهفته. این را با دی بزرگ نشون میدن، این را با دی کوچیک. یا مثال بعدی، ژن آی گروهخونی و ژن اوی گروهخونی. ژن آ دوباره یه ژن درستیه، وقتی در واقع توی سلولی وجود داره بیان میشه، رونویسی میشه، بعد ترجمه میشه، از روش آنزیم آ ساخته میشه. ولی دوباره ژن او بچه‌ها غیر فعال، خراب، داغون، له، لاله، از روش هیچ چی ساخته نمیشه، اصلا انگار بیان نمیشه. خب دوباره اگه این دوتا کنار هم باشن، این میگه بساز این لاله، نمیگه نسازا لاله، میگه بساز لاله. خب تو چیکار میکنی؟ میسازی دیگه. پس به این میگن بارز، به این میگن نهفته. اینو با آی بزرگ نشون میدن، اینو با آی کوچیک نشون میدن. حالا همه بارز و نهفتگی هم نمیشه اینجوری توضیح داد، مثالای کتابو میشه توضیح داد، رفته سر وقت مثالایی که تفسیرشون آسون تر باشه. برگرد تو جزوه. پس زیستشناسان دیدن کسی که ژن آی گروهخونی رو داره، ژن اوی گروهخونی رو داره، گروهخونیش آ میشه. تجربی بهش رسیدن ها، این پشتش منطق و استدلال نیست و آنگاه میفهمیم، مثلا سوال فیزیک ریاضی که آب او بارز است، تجربی که فهمیدم. حالا اینو یه دونه رو توضیح دادیم ما یا بالاییشو، ولی همیشه اینجوری نیست که مثلا یکیش لال باشه یکیش لال نباشه، بگیم اونی که لال نیست به اونی که لاله بارزه. باید عملا مثال حفظ بکنید، خودتون رو آزار ندین، تعداد مثالا اینقدر محدوده که بهترین راه همون حفظ کردنشه، خیلی باش ور نرید. پس فهمیدن این بارز، این نهفته، به این دادن آیه بزرگ، به این دادن آیه کوچیک. پس اولین رابطه بین دگره ها رابطه بارز و نهفتگیه. کلام یه چند تایی هم مثال زدیم. ولی حالا سوال، آیا همیشه بین دگره ها رابطه بارز و نهفتگی وجود داره؟ خیر. رابطه دوم فاقد بارز و نهفتگیه. یعنی چی؟ مثلا کسی که ژن صافی رو داره، ژن فری هم داره، موهاش نه صاف میشه نه فر میشه، موجدار میشه. میگن دیگه رابطه بارز و نهفتگی وجود نداره. رفقا وقتی رابطه بارز و نهفتگی وجود نداره، برای طرز نمایشش از حروف بزرگ لاتین استفاده میکنه. هر دو تا آلل رو با حرف بزرگ نشون میدیم. مثلا ما تو کلاسامون صافی رو با اس بزرگ نشون دادیم، فری رو با سی بزرگ نشون دادیم. دو تا حرف مختلف بزرگ میاریم، چون یه حرف که نمیتونی بیاری، چون میخوای دو تا مدل مختلف بذاری دیگه. به اینا میگن فاقد بارز و نهفتگی. که حالا فاقد بارز و نهفتگی خودش باز دو حالت داره که n بار سوال نهایی شده. همتوانی، بارزیت ناقص. هر دوتاشون هم طرز نمایششون مثل همه، با حروف بزرگ نشون میدن، مفهومشون فرق میکنه. همتوانی چی میگه؟ میگه این دوتا آللی که رابطه بارز و نهفتگی ندارن همتوانن، هر دو با هم ظاهر میشن. یعنی توی فرد ناخالص شما هر دوتا رو میبینید که بروز پیدا کرده، ولی توی بارزیت ناقص یه حد واسطی رو بروز میدن تو حالت ناخالص. پس تو همتوانی هر دو با هم ظاهر میشن، تو بارزیت ناقص یه حد واسطی ازشون بروز پیدا میکنه. مثالا الان حالت موی انسان بین صافی و فری رابطه همتوانی وجود داره یا بارزیت ناقص؟ بذار فکر کنم، وقتی طرف هم صافو داره هم فرو داره، نواش هم صاف میشه هم فر میشه، نه موش موجدار میشه یا حالت حد واسط. پس میگم برای حالت موی انسان شما بارزیت ناقص بگیرید. اما در مورد گروهخونی آب او، کسی که هم آ رو داره هم ب داره، گروهخونی چجوری میشه؟ هم آ میشه هم ب میشه. کسی که آ بس روی قشای گوچه‌های قرمزش هم کربوهیدرات آ داره هم کربوهیدرات ب داره، انگار هر دو با هم ظاهر شدن. پس برای گروهخونی آب او، گروهخونی آ و ب، رابطه ای که وجود داره رابطه همتوانیه. سومین مثال رنگ گل میمونیه. قرمز، سفید، وقتی کنار هم از صورتی میشه، دوباره چی داره پیدا میشه؟ یه حد واسطی پیدا میشه. پس تو رنگ گل میمونی هم ما رابطه بارزیت ناقص داریم. پس جمع‌بندی، آلل چیه؟ همون ژنه. ژنایی که مال یه صفتن، جایگاه یکسانی دارن، یا به قول کتاب شکل‌های مختلف یک صفت با جایگاه ژنی یکسان، که آللا رو با حروف لاتین نشون میدن. بر چه مبنایی؟ رابطه بینشون.
اگه رابطه آللا بارز و نهفتگی بود، بارزه رو حرف بزرگ میذارن، نهفته رو حرف کوچیک. اگه رابطه آللا بارز و نهفتگی نبود، از دو حرف لاتین بزرگ استفاده میکنن که وقتی بارز و نهفتگی نیست دو حالت داره، یا همتوانی یا بارزیت ناقص. اگه هر دو با هم ظاهر شدن همتوانی. اگه یه حد واسطی ازشون دیده شد، یه حد واسطی ازشون بروز پیدا کرد، بارزیت ناقص میگن که تو مثالایی که گفتیم دارین درکش میکنین. شلوغش نکنین، بریم سر وقت مثالای کتاب درسی. ما چیا رو باید بلد باشیم؟ اولین صفتی که باید بلد باشیم صفت ارهاشه بچه، که یه صفت دو عاللیه. یا عاللش دی بزرگه یا عاللش دی کوچیکه، که دی بزرگ مربوط به مثبت شدن ارهاشه، یعنی در قشای گویچه‌های قرمز پروتئین دی دیده میشه. دی کوچیکش مربوط به منفی شدن ارهاشه، یعنی در قشای گویچه قرمز پروتئین دی دیده نمیشه. پس ارهاش یه صفت دو عاللیه. طرز نمایش هم نشون میده بین عاللا رابطه بارز و نهفتگی وجود داره. صفت بعدی صفت گروهخونی آبئو. هر دوتا رو گروهخونی صدا کنید، گروهخونی ارهاش، گروهخونی آبئو. که آبئو یه فرقی با ارهاش داره. این صفت دیگه دو عاللی نیست، سه عاللیه. یه جایگاه داره اونجای فامتن شماره 9، ولی سه تا عالل ازش تو جامعه وجود داره. عاللاش اینان آ ب او، که حالا کتاب درسی یه جور دیگه ای نشون داده، الان به اون جور دیگه میرسی. توی صفت آ ب او ماجرا اینه: آ ب او بارزه، بی به او بارزه. چراش هم توضیح دادیم، اولاله، از رو او هیچ آنزیمی ساخته نمیشه و کربوهیدراتی به قشای گویچه قرمز اضافه نمیشه، اولاله. ولی آ از روش آنزیم آ ساخته میشه، کربوهیدرات آ میره قشای گویچه قرمز. از رو بی آنزیم بی ساخته میشه، کربوهیدرات بی میره قشای گویچه قرمز. بچه اینجا ارهاش پروتئین بود، اینجا کربوهیدرات آ و به رو قشای گویچه قرمزن. البته کربوهیدرات ها مستقیما از رو آللا ساخته نمیشن، از رو آللا داره آنزیمی ساخته میشه که کربوهیدرات به قشای گویچه قرمز اضافه میکنه. پس آ و ب نسبت به او بارزن. پس به آ میدن آی بزرگ، به بی میدن آی بزرگ، به او میدن آی کوچیک، که معنای بارز و نهفتگی رو برسونه. حالا خود آ و ب نسبت به هم چه شکلی ان؟ همتوانی ان. برای همین میان به اینا اندیس آ و بی بزرگ میدن که بگن این دوتا نسبت به هم همتوانن. این صفت سه تا عالل داره ولی دو تا آنزیم داره، دو تا کربوهیدرات رو میتونه به قشای گویچه قرمز اضافه بکنه که جلوتر دوباره در موردش صحبت میکنه. صفت بعدی صفت رنگ گل میمونیه که اونم یه صفت دو عاللیه، با عاللای آر و دبلیو نشون میدن که آر قرمزش میکنه، دبلیو سفیدش میکنه. کسی که هم آر داره هم دبلیو داره صورتی میشه، پس میگن رابطه بینش بارزیت ناقص. و یه دونه هم حالا تو متن کتاب به زور میشه بهش رسید، صفت حالت موی انسان که اونم اس بزرگ و سی بزرگ ما گرفتیم. اس بابت صافی میشه، سی بابت فری میشه. این چهارتا رو فعلا تو گام اول حفظ باشین، حالا جلوتر هموفیلی و فنیلکتونوری هم که بیماریان بهش اضافه میکنیم، ولی فعلا این چهارتا روابط بین آللاش باید تو ذهنتون باشه. ببین برای اینکه باز بهتر درک بکنین، ببین اصلا ما یه چند تا حالت هم به شما نشون بدیم برای اینکه من خیالم راحت بشه درک میکنی. بیاین سه تا فردو از نظر ارهاش ببینیم موضوعشون چه شکلی میشه. مثلا سه تا فرد داریم، اینی که الان من اینجا دارم رسم میکنم فامتنهای شماره 1. این نویده، فامتنهای شماره 1 نوید. این فامتنهای شماره 1 نیماست، اینم فامتنهای شماره 1 ناهیده. نوید فرض کنیم مدلیه، از ددی دی بزرگ گرفته، از مامی هم دی بزرگ گرفته. فامتن شماره 1 که از ددی اومده روش دی بزرگ بوده، چون هر فامتن شماره 1 یه جایگاه برای ارهاش داره، یا دی بزرگی یا دی کوچیک. نیما فامتن شماره 1 که از ددی گرفته دی بزرگه، از مامی گرفته دی کوچیکه. ناهید از ددی و مامی فامتن شماره 1 رو گرفته که دی کوچیک داره. خب الان نوید گروه خونیش مثبته، نیما گروه خونیش مثبته، ناهید گروه خونیش منفی. الان نگین تو ناهید منفی بارزه ها، مزخرف نگین. بارز و نهفتگی به فرد بستگی نداره، فیکسه تا قیام قیامت، مثبت به منفی بارزه. پس اگر ناهید منفی شده چون بارزی نداشته منفی شده. در مورد فامتنهای شماره 9، یعنی گروهخونی آ به او، 6 تا فرد رو تصور بفرمایید. مثلا با ب بریم ها، بهاره، این دوتا فامتن شماره 9ش. بهنود، اینا شدن چیز دختر دایی پسر دایی های من،
پسر دایی مادری البته، خودمون دایی یخ. بهاره و بهنود اصلا تا الان فکر نکردن. دایی مامانم اینا رو با به گذاشته. دیگه بگو. بابک، چی؟ بهرام، بیباک. مثلا یک کسیه که خیلی قویه. یه نفر دیگه هم به میخوایم. برزو. 6 تا فرد. زرور شد. برزو فامتن شماره 9، اونی که آب او داره. برزو تو فامتن شماره 9 که از ددی گرفته آ بوده، عمامی گرفته آ بوده. بهاره از ددی آ گرفته، عمامی او گرفته. بهنود از ددی بی گرفته، عمامی او گرفته. بابک از ددی بی گرفته، عمامی بی گرفته. بهرام آ گرفته، بی گرفته. بیباک او گرفته، او گرفته. 6 حالت شد دیگه. اینا فامتن شماره 9 شونن. گفتم هر انسانی تو سلول پیکریش از هر فامتنی 2 تا داره، اصطلاحاً دیپلویده. 2 تا 9 داره، یکی از پدر اومده یکی از مادر. 2 تا 1 داره، یکی از پدر اومده یکی از مادر. خب الان برزو گروه خونیش آه، یعنی در قشای گوچه‌های قرمزش کربوهیدرات آ یافت میشه. بهاره هم آه چون آب او بارزه. بهنود بیه، بابک هم بیه. بهرام آبس، یعنی در قشای گوچه قرمزش هم کربوهیدرات آ هم کربوهیدرات بیه. بیباک اوه، یعنی در قشای گوچه قرمزش کربوهیدرات آ و ب نداره. کنکوری مهمه، نمیدونم حالا تو نهایی هم باید بهش فکر کنید یا نه. فکر بکنید، نگین کسی که اوه کربوهیدرات نداره در قشای گوچه قرمز. در قشای هر سل جانوری کربوهیدرات به شکل گلیکولیپید، گلیکوپروتئین یافت میشه. بگین کربوهیدرات آ و ب نداره. اوکی؟ پس این باز برای اینکه درک بکنید ماجرا چیه. یا 3 تا گل میمونی تصور بکنید. حالا گلای میمونی اسم ندارن دیگه. گل میمونی خیلی میمون، گل میمونی کمی میمون، گل میمونی میمون. 3 مدل مختلف. یکی از ددیش آر گرفته، از مامیش هم آر گرفته. یکی از ددی آر گرفته، از مامی دابلیو گرفته. یکی از ددی دابلیو، از مامی هم دابلیو. این گل میمونی قرمزه. این گل میمونی صورتی، اون گل میمونی سفیده. یا در مورد حالت مو دوباره. تو حالت مو 3 تا فرد بگو. با این با پ بگو. پری، نمیدونیم کروموزوم شماره چندم است. پدرام، پرهام. این اون پرهام نیست مثلا از یه چیزی تعجب میکنید میگیم پرهام، نه این فردیه، پراش مال خودشه، اون پر نیست، یعنی بخشی از اسمش. مثلا فامتن شماره 13. پری عمامی اس گرفته، ددی هم اس گرفته. پدرام از مامی سی گرفته، از ددی هم سی گرفته. پرهام اس و سی گرفته. الان پری موهاش صافه، پدرام موهاش فره، پرهام موهاش موج داره. پس این موقعیت قرارگیریه رو داریم روش زور میزنیم که کسی اینجا اگه گیر داره گیره برطرف بشه. پس روابط بین دگره ها تونست به ما بفهمونه که ما چجوری باید دگره ها رو با حروف لاتین نشون بدیم. اینجا تعریف کتابمون هم بود، چند تا مثال برای روابط زدم. این 600,000 دفعه سوال نهایی بوده. معنی همتوانی یعنی چی؟ آللا همراه با هم ظاهر میشن. معنی بارزیت ناقص یعنی چی؟ یعنی تو حالت ناخالص حد واسط حالتهای خالص مشاهده میشه. 2 سری تعریف دیگه هم داریم، ژنوتیپ، فنوتیپ، خالص و ناخالص. اینا یعنی چی؟ خب با ژنوتیپ فنوتیپ شروع کنیم. استثنا من فارسی اینا رو دوست دارم. ژنوتیپ یعنی ژن نمود، فنوتیپ یعنی رخ نمود. ژنوتیپ یعنی چی؟ یعنی هر چی آلل داره بنویس. ژن نمود هر چی آلل داره بنویس. فنوتیپ یعنی اونی که ظاهر میشه رو بنویس، حالت بروز یافته رو بنویس، شکل ظاهریشو بنویس. الان نوید از اونجا شروع میکنم. ژنوتیپش دی بزرگه، فنوتیپش دی بزرگه. میتونی بگی مثبت ها، چون میدونی این مربوط به ارهاش. فنوتیپش دی بزرگ یا همون مثبت. نیما ژنوتیپش دی بزرگ دی کوچیکه، فنوتیپش دی بزرگه چون دی بزرگو نشون میده. دوباره میتونی بگی یا مثبت. ناهید ژنوتیپش دی کوچیکه، فنوتیپش دی کوچیکه، میتونی بگی منفی. این گلای میمونی ژنوتیپ آر، فنوتیپ آر، یا میتونی بگی قرمز. وقتی صفتو میشناسی میتونی همون حالته رو بگی. ژنوتیپ RW، فنوتیپ هم RW، چون اینجا رابطه بارز و نهفتگی وجود نداره. میتونی به جای این RW بگی صورتی. ژنوتیپ WW، فنوتیپ W، میتونی بهش سفیدم بگی. یا اینجا ژنوتیپ AA، فنوتیپ A، ژنوتیپ AO، فنوتیپ A، ژنوتیپ BO، فنوتیپ B، ژنوتیپ BB، فنوتیپ B، ژنوتیپ AB، فنوتیپ AB، چون رابطه بارز و نهفتگی نداره.
ژنوتیپ او فنوتیپ او. تو اینا هم همینطور دیگه. پری اس فنوتیپ اس یا موی صاف. ژنوتیپ سی فنوتیپ سی یا موی فر. ژنوتیپ سی فنوتیپ هم سی. تخته خسته است. فنوتیپ سی یا ما تاجیا دو اس که می‌نویسیم مثلا اتومات دوست داریم دو تا اس بذاریم کنارش. دیدی هی میخوام اس بنویسم اس می‌نویسم. اس یا موجدار. پس ژنوتیپ شد ژن نمود، همه آللاشو بنویس تعریف کتاب درسیتون. فنوتیپ یعنی شکل ظاهری یا حالت بروز یافته رو بنویس. پس ترکیب آللا در فرد ژنوتیپ، شکل ظاهری یا حالت بروز یافته میشه فنوتیپ. تعریف بعدی خالص و ناخالص. این فکر کنم تعریفم نمیکرد معلوم بود. خالص یعنی چی؟ میگه اگه دو تا آلل مال یک صفت تو یک سلول یکسان بودن خالص، فرق میکردن ناخالص. آللای مربوط به یک صفت یکسان بودن خالص، متفاوت بودن ناخالص. الان اگه اینجا نگاه کنی مثلا در مورد ارهاش بعد بگی در مورد چه صفتی حرف میزنی. نوید خالص، نیما ناخالص، ناهید خالص. در مورد گروهخونی آب او، برزو خالص، بهاره ناخالص، بهنود ناخالص، بابک خالص، بهرام ناخالص، بیباک خالص. حالا یه سوال خیلی مهم از شعور، ما خالص و ناخالص رو از رو ژنوتیپ میتونیم بفهمیم یا از رو فنوتیپ؟ قطعی ها از رو فنوتیپ نمیشه ها. چرا؟ الان بهاره و برزو هر دو فنوتیپشون آه، ولی یکیشون خالص یکیشون ناخالص. یا بهنود و بابک هر دو فنوتیپشون بیه ولی یکیشون خالص یکیشون ناخالص. پس برای تشخیص خالص و ناخالص ما باید به ژنوتیپ نگاه بکنیم. توی اونایی که بارز و نهفتگی ندارن نیازی نیست، معلومه دیگه. مثلا حتما گل میمونی صورتی ناخالصه، حتما حالت موی موجدار ناخالصه. ولی تو بارز و نهفتگی ها یه جاهای آزار میبینید. من یه تمرین گذاشتم ببینم این چند تا تعریف تو ذهنتون نشسته. دو تا کروموزوم همتا بهتون دادم که سه مشخصه رو توشون رعایت کردم. هم شکل، هم اندازه با محتوای مشابه. محتوا رو صورت تمرین توضیح دادم. میگم آقا اینجا سه تا صفت ما داریم. این جایگاه صفت اول، این جایگاه صفت دوم، این جایگاه صفت سوم. تو متنم گفتم صفت اول آللاش آ بزرگ آ کوچیکه، صفت دوم آر دبلیو، صفت سوم بی بزرگ بی کوچیک. من از هر جایگاهی یه دونه آللشو دادم. میگم بقیه‌شو تو بنویس. با چه قانونی؟ میگه یه جوری بنویس که صفت یکت ناخالص بشه. خب بریم بنویسیم. الان اینجا آ بزرگه، اینجا چی باید بذارم؟ 90% بچه‌ها بار اول که دارن تو 6 11 فصل رو میخونن یا تو 3 12 میگن آ کوچیک بذار. منم فریاد میزنم موز. چرا؟ گلابی. این دوتا که کروماتیدهای خواهری ان، این دوتا که عین همن. درک که الان خالصه یا ناخالصه، اینا که خواهریه. پس اینجا آ بزرگه، اینجا متن آ بزرگه. میخوای ناخالصش کنی باید از همتاش مایه بذاری. صفت دو هم قرار ناخالص باشه، میگه جفتشون ناخالص. دوباره اینجا آره، اینجا آره ها، و نداری دابلیو بذاری. اینا که خواهری ان، خواهری‌ها که یکسانن. میخوای ناخالصش بکنی از همتاش مایه میذاری. سومی اصلا خالصه، پس یه چشم بسته همه رو یکسان میذاری دیگه. فکر کنم پس باز یه چیزی رو میتونیم اینجا دوباره تاکید کنیم. خواهر یعنی یکسان تو زیست شناسی. خواهر یعنی یکسان تو زیست شناسی. اینا حاصل همانندسازی ان دیگه، عین همن. همتا یعنی مشابه. حالا همتاها تو یه سری از جایگاه‌ها متفاوت میشن، به اونا میگن ناخالص. تو یه سری از جایگاه‌ها متفاوت میشن، به اونا میگن ناخالص. تو یه سری از جایگاه عین همن، به اونا میگن خالص. پس اینجوری مفهوم خالص و ناخالص واضح‌تر تو ذهن ما میشینه. دوباره یه جدول شاد داریم. سمت راست ژنوتیپ دادم، سمت چپ فنوتیپ میخوام. دی فنوتیپش مثبته چون میدونیم مال ارهاشه. اگه نهایی گفت دی، کنکور گفت دی، منظور ارهاشه. این حرفو متن کتاب فیکس برای ارهاش گرفته. دی بزرگ دی کوچیک مثبته، دی کوچیک منفیه. آ او آه، بی او بیه، بی بی بیه فنوتیپ. آبه آبس، اینا رابطه بینشون همتوانیه. او اوه، آ آه، اینا مال گل میمونی ان فیکس. دبلیو سفید، آر قرمز، RW صورتی میشه. چند تا تعریف بعدی مال زیست 11 ولی تو 4 12 بهمون کمک میکنه. یادآوری ضرری نداره. هاپلوید، دیپلوید، تریپلوید، تکلات، دولات، سلات، یا ادامه داره این قصه دیگه. اینا یعنی چی؟ هاپلوید یعنی چی؟ که ما تو بدنمون هم سلای هاپلوید داریم، سلای
گامتامون یا یافته‌های جنسیمون هاپلویدن. سل هاپلوید سلولیه که به ازای هر کروموزومش کروموزوم همتا نداره. ما تو اسپرما و تخمکامون یه دونه کروموزوم 1 داریم، یه دونه کروموزوم 2 داریم، یه دونه کروموزوم 3 داریم. اصطلاحاً میگن تخمک، اسپرم یا یافته‌های جنسی ما هاپلویدن. به ازای هر کروموزوم همتا ندارن. اسپرم من 23 تا کروموزوم داره که هیچ کدوم همتای هیچ کدوم نیستن. تخمک یه خانوم 23 تا کروموزوم داره که هیچ کدوم همتای هیچ کدوم نیستن. به میگن هاپلوید. دیپلوید یعنی چی؟ به ازای هر کروموزوم یه کروموزوم همتا داره. میشه سلول پیکری من الان توی سلول پوششی دستم تو هر سلول تو هر حسه 46 تا کروموزوم دارم. 2 تا 1 دارم، 2 تا 2 دارم، 2 تا 3 دارم، 2 تا 4 دارم. میگه سلول پیکری من دیپلویدن. 2n مساوی با 46 ان. تریپلوید یعنی چی؟ به ازای هر کروموزوم 2 تا کروموزوم همتا داشته باشه. مثلا وقتی یه سلولی 3n یا اصطلاحاً تریپلویده که الان میگیم 3n یعنی چی؟ یعنی به ازای هر یه دونه کروموزومش 2 تا همتا داره. به ازای هر کروموزومش 2 تا همتا داره. پس تعریف اول، هاپلوید یعنی کروموزوم همتا نداشته باشه به ازای هر کروموزوم. دیپلوید به ازای هر کی یه همتا، تریپلوید به ازای هر کی 2 همتا. حالا اینا رو یه جور دیگه هم میشه تعریف کرد. از کلمه مجموعه کروموزوم استفاده کنیم. رفقا مجموعه کروموزوم تو زیست شناسی همون n. یعنی وقتی میگن یه سلی 4n یعنی 4 تا مجموعه داره. وقتی میگن یه سلی 2n یعنی 2 تا مجموعه داره. پس n یعنی مجموعه. حالا تعریفش چیه؟ مجموعه کروموزوم n تا کروموزومن که هیچ کدوم نسبت به هیچ کدوم همتا نیستن. مجموعه کروموزوم تعداد کروموزوماش مهم نیست، مهم اینه که هیچ کدوم همتای هیچکی نیستن. حالا هاپلوید یه جور دیگه میشه تعریفش کرد. تو هاپلوید هیچکی همتای هیچکی نبود. پس انگار هاپلوید کلا یه مجموعه کروموزوم داره. هاپلوید رو تو زیست شناسی n نشون میدن. این n در واقع یک n به معنی یک مجموعه، ولی دیگه یکیشو نمیذارن. پس تعریف هاپلوید سلولی است که یک مجموعه کروموزوم داره. به شکل n نشون میدن. دیپلوید مگه نمیگفت به ازای هر کی یه همتا داریم؟ پس دیپلوید میشه یه سلی که 2 مجموعه کروموزوم داره. من میتونم تو تک تک سلولای پیکریم 2 تا مجموعه درست بکنم، بگم این مجموعه از مادرم اومده، این مجموعه از پدرم اومده. یه 23 تا از پدرم یه مجموعه، یه 23 تا از مادرم یه مجموعه. تو هر مجموعه هیچکی نسبت به هیچکی همتا نیست. تریپلوید 3 تا مجموعه داره. پس این n یعنی مجموعه. هاپلویدو میگن یه مجموعه، دیگه یکیشو نمیذارن، n نشونش میدن. دیپلویدو میگن 2 مجموعه، 2n. تریپلویدو میگن 3 مجموعه، 3n. پس اینا هم بد نیست بدونید، به خصوص تو 4/12 خیلی بهمون کمک میکنه که ما الان تو بحث ژنتیک داریم با سلول دیپلوید جلو میریم. فعلا سلول پیکریمون که از هر کروموزومی 2 تا دارن، از هر جایگاهی 2 تا دارن، چون دیپلویدن یا اصطلاحاً دولادن به قول کتاب درسیتون. اینا شد یه سری تعاریف اولیه برای اینکه ما تازه بتونیم یه استارتی بزنیم. قبل از که بریم تو متن کتاب اینم یه مروری بگیریم. 2 تا صفتی که خب کتاب مفصل‌تر توضیح داده، اصلا فصل رو با اینا شروع کرده. 2 صفت مربوط به گروه‌خونی ان. میگه وقتی گروه‌خونی یه فرد رو میگیم تو 2 تا آیتم مطرحش میکنیم. میگیم عرفان گروه‌خونیش اوی منفیه، اوش یه صفت رو نشون میده، منفیش یه صفت رو نشون میده. خودش مثال زده، میگه وقتی میگیم فردی گروه‌خونیش آی مثبته، آش مال یه صفته که بهش میگن گروه‌خونی آب او، مثبتش مال یه صفته که بهش میگن گروه‌خونی ارهاش. من با ارهاش شروع کنم. ارهاش یه صفت دو آللیه، جایگاش فامتن شماره 1. چند بار گفتیم یه آللشو با دی بزرگ نشون میدن، یه آللشو با دی کوچیک نشون میدن که دی بزرگه باعث مثبت شدن ارهاش میشه، دی کوچیک باعث منفی شدن ارهاش میشه. علتش هم توضیح دادیم چرا منفی رو دی کوچیک نشون میدن، چرا نهفته است، چون از روش چیزی ساخته نمیشه، انگار یه ژن خرابه. افراد در رابطه با ارهاش 3 مدل ژنوتیپ میتونن داشته باشن. افراد یا ژنوتیپشون دی بزرگه، یا دی بزرگ دی کوچیکه، یا دی کوچیک دی کوچیک. میگم افراد با سلول پیکریشون کار داریم دیگه. که کسایی که دی بزرگن فنوتیپشون مثبت میشه. کسایی که دی بزرگ دی کوچیکن هم فنوتیپشون مثبت میشه. مثبت یعنی چی؟ یعنی رو قشای گویچه قرمزشون دارای پروتئین دی. روی قشای گویچه قرمزشون دارای پروتئین دی. اینجوری احتمالاً نهایی صداشون بکنه به سبک کنکور. دی کوچیک فنوتیپش منفیه، یعنی رو قشای گویچه قرمزش فاقد پروتئین دیه. ببین من رفتم سراغ این مدل از سوالا که حالا تو نهایی کمتر اومده، اینکه ژنوتیپ والدین رو بدم، یه فرزندم بدم که شما بتونید تشخیص بدین والدین چی بودن. البته تو نهایی هم تک و توک مدلای اومده. بچه وقتی یه والدی گروه خونیش منفیه حتما ژنوتیپش دی کوچیکه، ما اصلا تردیدی نداریم. اگه الان اصغر ارهاشش منفی باشه 64 تا بچه مثبت هم داشته باشه،
حتما اصغر دی کوچیک دی کوچیک. اصلا بچه‌هاش اهمیتی ندارن، چون کسی که منفیه دی کوچیک دی کوچیکه. ولی رفقا وقتی یکی مثبته دو حالت داره ژنوتیپش دیگه اصطلاحاً. میتونه خالص باشه دی بزرگ، میتونه ناخالص باشه دی بزرگ دی کوچیک، که اینو از رو بچهش میتونین تشخیص بدین. بچه مثبت چیزی رو نشون نمیده، چون اینا هر دوتاشون میتونن بچه مثبت داشته باشن. وجه تمایز اینا اینه دی بزرگ عمرن بچه منفی نداره، ولی دی بزرگ دی کوچیک میتونه بچه منفی داشته باشه. پس اگر من مثبت بودم بچم منفی شده بود، به خدا من دی بزرگ دی کوچیکم. به بچم یه دی کوچیک دادم، همسرم هم یه دی کوچیک داده، گروه خونیش منفی شده. پس اگه مثبت بود بچهش مثبت بود، ژنوتیپ قابل شناسایی نیست. ولی اگه مثبت بود بچهش منفی بود، ژنوتیپش ناخالص. چون باید تو مسائل بتونیم تشخیص بدیم ژنوتیپ فنوتیپاشون. دومین صفت مد نظر ما صفت گروه خونی ABO که یه جایگاه رو فامتن شماره 9 داره. این صفت با ارهاش یه فرقی میکنه. این صفت یه صفت سه آللیه. آللاشو میشه اینجوری نشون داد، میشه هم اینجوری نشون داد. هر دو مدلش رو تو نهایی بنویسید بچه. هرچند که تا حالا تا جایی که من حضور ذهن دارم راهنمای تحصیل با همون ABO نمره رو داده، ولی حالا هر دو مدلش رو بنویسید. خسیس بازی در نیارید سر جلسه. که گفتیم B به O بارز، A به O بارزه، بر همینم به O آی کوچیک میدم، ولی خودشون نسبت به هم همتوانن. خب دیدین تو صفحه قبل تو چک نویس ما برای A به O تو جامعه 6 نوع ژنوتیپ میتونیم داشته باشیم. افراد یا آن یا AO، یا BBN یا BO، یا آبن یا OO. که کسایی که AA و AO ان فنوتیپشون آ. یعنی چی؟ من برای جفتشون اینجا می نویسم. یعنی در قشای گویچه قرمز دارای کربوهیدرات آن، در واقع از رو آلل آشون آنزیم آ ساخته میشه که اون آنزیمه میره کربوهیدرات آ رو به قشای گویچه قرمزشون اضافه میکنه. پس اول آنزیمه، بعد کربوهیدرات اضافه میشه. بی بی و بی او اینا گروه خونیشون بیه، یعنی رو قشای گویچه قرمز دارای کربوهیدرات بیان. آب گروه خونیش آب است، یعنی رو قشای گویچه قرمزش دارای کربوهیدرات آ و ب. گفتیم همتوانه دیگه، هر دوتاش با هم ظاهر میشن. او فنوتیپش اوه. یعنی چی؟ رو قشای گویچه قرمزش ننویسی فاقد کربوهیدرات آ، فاقد کربوهیدرات آ و ب. باز تو حل مسائل یا نحوه تبارز به ما والدین رو میده، مثلا میگه پانتشو بکش فرزندانو به دست بیار. اگه طرف گروه خونیش او باشه، به خدا اوه با هر بچه‌ای و هر خاندانی و هر شجره‌نامه‌ای. اگر آبه باشه، به خدا آب است با هر بچه‌ای، هر شجره‌نامه‌ای، هر خانواده‌ای. ولی کسی که آ یا به دو حالت است دیگه. الان یکی که گروه خونیش آه میتونه خالص باشه، میتونه ناخالص باشه. باز از رو زاده میتونیم تشخیص بدیم. از چه مدل زاده‌ای میتونیم تشخیص بدیم؟ یک زاده او که خیلی هم بدیهیه دیگه. اگه یه آی بچه‌ش او شد، به خدا آو بوده. چون کسی که بچهش او شده یعنی بچهش دو تا او داره. یکی رو باید از ددی، یکی رو از مامی گرفته باشه. پس هر دو تا والدش باید او رو داشته باشه. بچه دومین بچه‌ای که میتونه سرنوشت اینا رو تعیین کنه بچه ب. تو میگی این چه حرف مزخرفیه؟ مگه کسی که آ میتونه بچه ب داشته باشه؟ بله. یارو آ او باشه به بچهش او میده، همسرش ب میده، گروه خونیش ب میشه. پس اگر آ بود با داشتن دو مدل فرزند، عرفان اونو خاموش کن، با دو مدل فرزند ژنوتیپش معلوم میشه. اینا هست تو جزوه. اگر من آ بچه او داشته باشم، حتما ناخالصم. من آ بچه ب داشته باشم، حتما ناخالصم. ولی اگه من آ بچه آ داشتم یا من آ بچه آ ب داشتم، هر دو ژنوتیپ برای من قابل تصوره. اینو تو بی هم میتونیم بگیم رفقای جان. کسی که گروه خونیش بیه دو حالت داره دیگه. باز میتونه خالص باشه، میتونه ناخالص باشه. اگر بی بود بچهش او شد، به خدا به اوه. اگر بی بود بچهش آ شد. آقا چرا داری مزخرف میگی؟ چرا کانون خانواده رو به کثافت میکشی؟ چجوری ممکنه یه والدی که بیه بچهش آ بشه؟ شلوغ نکن، کانون خانواده در صلح و تمیزی به سر میبرد. تو خودتو ناراحت نکن. کسی که بیه میتونه بی او باشه، به بچهش او بده، از همسرش آ بگیره، گروه خونیش آ بشه. پس باز بی که بچه او داره، بی که بچه آ داره ناخالص میشه. ولی بی که بچهش بیه، بی که بچهش آب است، ژنوتیپش قابل تشخیص نیست. میتونه خالص باشه، میتونه ناخالص باشه. یادت باشه گروه خونی 3 نوع آلل داره، ولی 2 نوع آنزیم، 2 نوع کربوهیدرات داره ها. چون آلل او از روش آنزیم ساخته نمیشه، کربوهیدراتی از روش به قشای گویچه قرمز اضافه نمیشه. مثلا معرفی 2 تا صفت که حالا جلوتر هم میگیم. این که تک جایگاهیان رو که فهمیدین، جایگاهشون هم گفتم. چون رو فامتن‌های غیر جنسی هنی صفات مستقل از جنس هم نامگذاری میشن که حالا تو متن جلوتر بهش اشاره میکنیم.
با این مقدمه بریم تو متن کتاب. به نام خدا. صفت به ویژگی‌های ارثی میگن. این همون شکلاتی شدنه بود که گفتیم صفت نیست چون ویژگی غیر ارثیه. ژن شناسی شاخه از زیست شناسی که چگونگی وراثت از نسل به نسل دیگر رو میگه. به انواع مختلف صفت شکل میگن. بحث گروهخوانی رو شروع کرده. میگه دو مدل گروهخوانی بود. پروتئین دی رو که جاش تو قشای گویچه قرمزه میگه این پروتئین دی، ممکنه شکلش هم بهتون بده. این مال کسیه که اصطلاحاً ارهاش مثبت داره، این کسیه که ارهاش منفی داره. بودن یا نبودن پروتئین دی تعیین میکنه که طرف مثبت یا منفی. این فامتن شماره 1 که بچه‌ها اینجا هم جایگاه ژنی گروهخوانی ارهاشه که رو هر فامتن شماره 1 یه دونه از این جایگاه است. پس یا دی بزرگ داره یا دی کوچیک داره. اینجا اومده آلل رو تعریف کرده. گفتیم به شکل‌های مختلف یک صفت با جایگاه ژنی یکسان دگره آلل میگن. این 3 مدل، 3 تا ژنوتیپ از نظر ارهاشه که اولی خالص، دومی خالص، سومی ناخالص رو نشون میده. بعد اومده رابطه بین اینا رو گفته که گفته رابطهشون بارز و نهفتگی. تفسیرش هم کرده. چرا؟ میگه چون اینجوری میگه داشتن تنها یه دگره دی کافیه که در قشای گوچه قرمز پروتئین دی مشاهده بشه. میگه به این دلیل میفهمیم که مثبت بودن در برابر منفی بودن بارزه. اگه متن خاص اونه. میگه توزیع رابطه بارز و نهفتگی دگرایرهاش کار آسونیه چون تنها داشتن یه دگره دی کافیه در قشای گوچه قرمز پروتئین دی مشاهده بشه. اینجا هم دارید میبینید کسی که ناخالصه از رو دی کوچیکش هیچ چی ساخته نمیشه. گفتم انگار دی کوچیکه یا ژن ارهاش منفی ژن لالیست، ولی از رو دی بزرگش پروتئین دی ساخته میشه. خب یه دونه داشته باشیم میسازیم دیگه. میاد ژن نمود و رخ نمود رو میگه، توضیح دادیم. میره سر وقت گروهخوانی آب او که ما 4 نوع گروهخوانی از نظر آب او 4 مدل گروهخوانی داریم یا 4 مدل فنوتیپ داریم. کسی که آ رو قشای گوچه قرمزش کربوهیدرات آ داره، کسی که بی رو قشای گوچه قرمزش کربوهیدرات بی داره، کسی که آ بس هم کربوهیدرات آ هم کربوهیدرات بی رو قشای گوچه قرمز داره و کسی که او رو قشای گوچه قرمزش کربوهیدرات آ و ب نداره. میگه ما برای 3 تا آلل داریم که از روی این آلل‌ها یه آنزیمی ساخته میشه. میگه واکنش آنزیمی. اون آنزیمه این کربوهیدرات‌ها رو به قشای گوچه قرمز اضافه میکنه. 2 نوع آنزیم، 2 نوع کربوهیدرات، ولی 3 تا آلل. چون از رو آلل او دوباره چیزی ساخته نمیشه. بر همینم او نهفته است. جایگاهش هم که فامتن شماره 9. دوباره میاد این پایین رابطه بارز و نهفتگی‌هاشون رو میگه، همتوانی رو میگه که من اینا رو توضیح دادم. میگه رابطه دیگه هم داریم که فرد ناخالص حد واسط خالصا میشه، به اون بارزیت ناقص میگن. یه سری کتابای تست بیشور از این بیشتر بدانیدم سوال طرح میکنن که کی به کی میتونه خون بده. نفهمن دیگه، این بالا نمیبینن. اونا کمتر بدانیدم نمیفهمن، بعد میرن از بیشتر بدانید سوال طرح میکنن. اینا گلای میمونی ان. این آر آر، این آر دبلیو، اونم دبلیو دبلیو. 3 مدل گل میمونی مختلف از نظر ژنوتیپ و از نظر فنوتیپ. خب حالا میره وارد گفتار 2 میشه. پس این گفتار اول بود که به نظر من میتونه سوال مجدد داشته باشه از تعاریف و چیزایی که ما مطرح کردیم. اما گفتار 2 میره سر وقت نحوه توارث، وراثت، که حالا یه والدینی به ما بده در مورد ژنوتیپ فنوتیپ فرزندان و والدین سوال بپرسه. میگه تو گام اول باید بدونید صفات به 2 دسته تفکیک میشن قبل از اینکه نحوه توارث رو توضیح بدیم. صفات یا صفات مستقل از جنسن یا صفات وابسته به جنسن. اومده تو نهایی تعریف کنید. مستقل از جنس صفاتی هستند که جایگاهشون رو کروموزوم‌های غیر جنسیه، کروموزوم‌های 1 تا 22 انسان. صفات وابسته به جنس صفاتی هستند که جایگاه ژنیشون رو کروموزوم‌های جنسیه، یعنی کروموزوم X و Y که ما فقط Xش هم داریم. برای همین ما تو گفتار 3 صفات وابسته به X رو به شما آموزش میدیم. پس اگر جایگاه ژنی رو فامتن‌های غیر جنسی بود 1 تا 22 صفت میشه مستقل از جنس. یعنی چی مستقل از جنس؟ یعنی به جنسیت بستگی نداره. چرا به کروموزوم‌های 1 تا 22 میگن کروموزوم‌های غیر جنسی؟ این غیر جنسی یعنی چی؟ یعنی تو جنسیت‌های مختلف یکسانه. الان هم شهلا 2 تا فامتن 1 داره، هم شهروز 2 تا فامتن 1 داره، هم سمیرا 2 تا فامتن 1 داره، هم سهیل 2 تا فامتن 1 داره یا فامتن 2 داره. برای همین این فامتن‌ها غیر جنسی میگن. تو جنسیت‌های مختلف با هم فرقی ندارن، ولی فامتن‌های جنسی فرق میکنن دیگه. مردا X و Y دارن، زنا 2 تا X دارن. ما تو گام اول میریم صفات سر وقت توارث صفات مستقل از جنس. خودش با ارهاش شروع کرده. میگه آقا ما یه پدر مادری داریم که از نظر ارهاش ناخالصن. ددی دی بزرگ دی کوچیکه، مامی دی بزرگ دی کوچیکه. فرزندان اینا چه شکلی میشن؟
باید چیکار کنی واسه امتحان نهایی؟ پانت بکشی. میای یه مربعی رسم میکنی که سطر اول، ستون اول گامتای والدینه. اینجا مثلا گامتای پدر رو میذاری، اینجا گامتای مادر رو میذاری. خب بچه وقتی پدر دی بزرگ دی کوچیکه، یعنی روی یکی از فامتنای یکش دی بزرگه، روی یکی از فامتنای یکش دی کوچیکه. خب این وقتی میخواد اسپرم تولید کنه در طی میوز، این دوتا فامتنه یک از هم جدا میشن. اسپرم یه دونه فامتنه یک داره، پس این دو نوع گامت میتونه تولید کنه، یا گامتش دی بزرگو داره میبره یا گامتش دی کوچیکو داره میبره. زنم همینطور، میگه زنم الان دی بزرگ دی کوچیکه، دوباره این دو نوع گامت میتونه تولید بکنه. یا تخمکش دی بزرگو برده، یعنی اون فامتنه یکی رو برده که روش دی بزرگه، یا تخمکش دی کوچیکو برده، اون فامتنه یکی رو برده که روش دی کوچیکه. پس سطر اول، ستون اول گامتای والدین رو مینویسی، بعد میای توی این خونه ها گامتا رو به هم وصل میکنی. فرزند یا دی بزرگه، اینو با این چسبوندی، یا دی بزرگ دی کوچیکه، یا اینو به این چسبوندی، یا دی کوچیک دی بزرگه، یا دی کوچیک دی کوچیکه. حالا بعد کنارش براش مینویسی الان ژنوتیپ یا ژن نمود فرزندان سه حالت داره، یا فرزندان دی بزرگن، یا دی بزرگ دی کوچیکن، یا دی کوچیک دی کوچیکن. بعد این دوتا یکی انا. فنوتیپ فرزندان چجوریه؟ دو حالت داره دیگه، یا مثبتن یا منفیان. چون کسی که دی بزرگ دی کوچیک مثبته، دی کوچیک منفیه، مثبت و منفی. که خود اون پانته خیلی اوقات تو نهایی 25 صدم نمره داره. یه دونه مثال هم این پایین به عنوان فعالیت داده، 400 دفعه اومده تو نهایی. در اوه، این پدر میگه ژنوتیپش رو بنویسید او. مادر آبس، خب ژنوتیپش رو بنویس آبه. میگه ژنوتیپ فنوتیپ فرزندان رو با رسم مربع پانت، حتما رسم مربع پانت بارم داره، مشخص کنید. میای یه پانت میکشی، پانت سطر اول، ستون اول گامتای والدینه. من تو سطر اول گامتای مادر رو میذارم، فرقی نمیکنه، مادر یا آ میفرسته یا بی میفرسته، یا فامتن نوعی تو تخمکه که روش آه، یا فامتن نوعی تو تخمکه که روش بیه. ولی پدرش یک نوع گامت میتونه بفرسته، او. خب این شد پانتش، پس لزومی نداره همیشه 4 خونه باشه، این الان 2 خونه شد. حالا فرزندان یا بی اوان یا آ اوان. اینی که اینجا داریم میبینیم میشه ژن نمود فرزندان، رخ نمود فرزندان میشود آ ب. البته تو خیلی تر و تمیز اون بغل براش مینویسی با عشق، مثل من اینجوری خسته بازی در نمیاری، با عشق براش مینویسی ژن نمود فرزندان مصحح نازگل، یا آ اوان یا ب او. حتی براش مینویسی مصحح نازگل، اینجوری هم بلدم بنویسم. رخ نمود فرزندان، قشنگ تمیز خوشگل نویسی یکی از اهداف ما در نهاییه. رخ نمود فرزندان، این آ، این بیه. 25 هم پانت 1 و 25. 400 دفعه این فعالیت یک تو امتحانات نهایی اومده. یه دونه گل میمونی بریم این پایین دوباره با رسم پانت. میگه یه گل میمونی صورتی با یه گل میمونی سفید آمیزش کرده. خب والدینش صورتی RW، سفید WW. میگه با رسم پانت ژنوتیپ فنوتیپ فرزندان رو بگی. خب یه پانت میکشی، پانت سطر اول، ستون اول گامت. خب این گل میمونی مثلا این نره 2 مدل گامت داره، یا R میفرسته یا W. این ماده فقط W میفرسته. خب فرزندان میشن WW RW. من اینجا دیگه جا ندارم، حالش هم ندارم، ولی تو برای مصحح ناز خوشگل دوباره اون بغل مینویسی ژنوتیپ ژن نمود فرزندان RW WW. رخ نمود این صورتی، این سفید. رخ نمود فرزندان. حالا من میخوام رو شعور فکر کنم، یه نکته بگم که دقیقا یکی از تمرینای جزوه بود که پارسال سوال خرداد 402 هم شد عیناً. رفقای جان، اگه یه گل میمونی WW باشه به بچهش W میده دیگه، پس بچهش هرگز قرمز نمیشه. شعور بده بالا. بچه‌ای که W داریش اون قرمز نمیشه، چون قرمز 2 تا R میخواد. و اگر یه گل میمونی قرمز بود حتما به بچهش R میده، پس هیچ موقع بچهش سفید نمیشه. پس این بالا میتونیم بنویسیم ما نکته موزا، اونقدرها نکته عجیبی نیست، نکته موز. گل میمونی قرمز
زاده سفید و گل میمونی سفید زاده قرمز نداره. که تو شعورت درک کردی، چون قرمزه حتما به بچهش آر میده، بچه‌ای که آر داره چجوری سفید بشه؟ یا قرمز میشه یا صورتی. گل میمونی سفید به بچهش دبلیو میده، بچه‌ای که دبلیو داره چجوری قرمز بشه؟ یا صورتی میشه یا سفید. نکته موز. من اومدم چند تا تمرین رو پیش بینی کردم، حالا نهایی بخواد یک کوچولوی حرکتکی بزنه چجوری میتونه سوالای مختلف بپرسه. بریم با هم تون با پانت حل کنیم. میگه مرد و زنی دارای پروتئین دی، یعنی هر دو مثبتن. خب الان نمیتونیم تشخیصشون بدیم، میتونن دی بزرگ باشن، میتونن دی بزرگ دی کوچیک باشن. دختری منفی دارن، تمام. مرده الان میشود دی بزرگ دی کوچیک، زنه میشود دی بزرگ دی کوچیک. چرا؟ چون بچه منفی دارن. وقتی تو بچت منفیه یعنی بچت 2 تا دی کوچیک داره، پس هم ددی هم مامی باید دی کوچیکو داشته باشه. پانت بکش، ژنوتیپ فنوتیپ فرزندانو پیدا کن. پانت. چقدر کشیدن این پانته الان برای ما سخت و دردناکه، ماهایی که توی کلاس‌های سالانه کنکورمون مسخرش میکردیم، ولی دیگه نهاییه دیگه، ما هم با آرامش این کار رو انجام میدیم. اینا شدن گامت‌های والدین. فرزندان دی بزرگ دی بزرگ، دی بزرگ دی کوچیک، دی بزرگ دی کوچیک، دی کوچیک دی کوچیک. این ژن نموداشونه. من دیگه رخ نموداشون رو زیرشون می‌نویسم. مثبت منفی. دیگه تو میای اینجا تمیز براش می‌نویسی. میرم بعدی. میگه که مردی دارای پروتئین دی، یعنی یارو مثبته. زن محترم منفیه. خب زنه که معلومه دی کوچیکه. مرده رو چی باید بگیریم؟ مرده 2 حالت داره. خب نشونه سوال چیه؟ دوباره یه بچه منفی داره. وقتی بچه منفی شد پس مرده باید دی بزرگ دی کوچیک باشه، چون بچه منفی 2 تا دی کوچیک میخواد، هم ددی هم مامی باید دی کوچیک بفرستن. پس آمیزش شدین. دوباره میگه ژنوتیپ فنوتیپ فرزندان را بیاب، بریم پانت بکشیم. اگه این مدلی سوال بیاد انگار یه لول رفته بالاتر از سالهای قبل. تا یه لولش که شدنیه دیگه. مرده دی بزرگ دی کوچیک، زنه فقط دی کوچیک. ژن نمود فرزندان یا دی کوچیکن یا دی بزرگ دی کوچیکن، یعنی یا منفیان یا مثبتن. دوباره این ژن نمود فرزندانی، رخ نمود فرزندان. بریم تو گروه خونی هم از این مدل‌ها حل کنیم. مرده گروه خونیش آ، زنه گروه خونیش بیه. پس الان زنه بیه، مرده آ. خب بی ان، بی اوان، آن، آوان. نشونه چیه؟ دختر او دارن. خب دختر او شده یعنی 2 تا او داره دیگه، پس هم مرده هم زنه باید او رو داشته باشن. میشه آبه در به او. پانتشو بکشیم. پانت. سطر اول، ستون اول، گامت. گامت های مرده آ و او، گامت های زنه بی و او. بریم فرزندان. بی او، آب، او، آ او. زیرشون رخ نموداشون هم بنویسیم برای شما. این بیه، این آب است، این اوه، این هم آه. یه آمیزش خاصیه دیگه، نکته هم داره جلوتر میگیم. آمیزشیه که تو فرزندان هر 4 نوع گروه خونی رو میتونه بده. اصطلاحاً میگن اینا آدم و هوا بودن. آدم و هوا آ در به او بودن که توانستن انسان‌هایی با هر 4 نوع گروه خونی رو به وجود بیاورند. میرم بعدی. مرده آب است، زنه آ. پس زنه آ، مرده آبه. خب زنه رو الان آ او بگیریم یا آ؟ بچه ب داره دیگه. این بچه بیه از مادرش چی گرفته؟ خب نمیتونه از مادرش آ گرفته باشه که، این باید از مادرش او گرفته باشه. گفتم اگه یارو آ بود بچهش ب شد باید ناخالص باشه، یه اوی مشترکی بین والد و بچه وجود داشته باشه. پس زن و مرد پیدا شدن. بریم فرزندان. دوباره پانت. سطر اول، ستون اول، گامت. گامت های مرده آ و ب، گامت های زنه آ و او. خب میریم آمیزش. آ ب آ ب او آ او. زیر اینا رخ نمودم بنویسین. آ ب آ ب. حالا میای بغل مینویسی، مثلا آ رو یه بار مینویسی یا الان رخ نموداش 3 مدل شد، آ و ب و آ ب. دوباره بعدی. من عذرخواهی میکنم از اون دوستانی که با ما همراه بودن در کلاس‌های سالانه و ژنتیک برای کنکور آموزش دیدن. من حالا دیگه با پانت کشیدنه حداقل خیالم راحت بشه پانت رو بلدین بکشین. زن آبس،
مرد بیه. خب بیه یا بی او؟ آقا دوباره یه بچه آ داره. وقتی بی بود بچهش آ بود، این باید به او باشه دیگه که به بچه یه اویی بده. اما مادر یه آیی بگیره تا بتونه گروه خونیش آ بکنه. دوباره پاننت. سطر اول گامتای مرده بی و او، ستون اول گامتای زنه آ و ب. میریم لقاح میدیم. آ او، آ ب، ب او، ب ب. زیر اینا رخنمود بنویسین. آ، آ ب، ب ب. باز بغل داری رخنمود می‌نویسی، بی رو یه بار بنویس. بعدی این بیاد 2 لول رفته بالاتر. کاش کی بیاد. نمیگم مثلا سوال وحشتناکیه ها، ولی باحال دیگه. ما تو جزوه پیش بینی کردیم، شما هم سر امتحان نهایی میبینید یه لبخندی میزنید، مثلا یه طراح موزی میگید. ما هم از طراح سپاسگزاری میکنیم حتما، مثل پارسال که از تو جزوه پیش بینی ما سوال برداشت. ما همیشه در واقع ازت، اگه پارسال هم اشتباهی از ما سر زد، ما را به جوانیمان ببخش، همینو بده تو نهایی. میگه زن و مرد گروه خونیشون یکسانه. خب چی ان؟ یا 2 تا آن، یا 2 تا بی ان، یا 2 تا آن، یا 2 تا آبه. خب الان کدومن؟ رو بچه‌ها بفهم. یه پسر آ دارن، یه پسر بی دارن. پس والدین آبه در آبه بودن. چرا؟ شعور بالا. اگه 2 تای آ بودن بچه بی نمیدادن، اگه 2 تای بی بودن بچه آ نمیدادن، اگه 2 تای او بودن زکی فقط او میدادن. فقط آبه در آبه است، یعنی والدین گروه خونیشون یکسانه که میتونه بچه آب و ب بده. دوباره پانت. میگم سوال عجیب غریبی نیست برای کسی که برای کنکور خونده، که این مزاحه، ولی انگار تغییر رویه داده دیگه. مثلا اینو تا حالا توی نهایی نداده. پانتشو بکشیم. آ آ، آب، آب، ب ب. رخنمود فرزندان آ، آب، آب، ب. مثلا یه مدل بذاره گفتم مثلا بخواد یه گام بپره بالا، مثلا اینجوری سوال بده. بعدی آهان والدین رو ندادم، 2 تا بچه دادم. این 2 تا بچه والدین رو تشخیص بده. خب چجوری؟ میگه دختره او شده، پسر آبه. خب ما چی میفهمیم؟ میگیم آقا جای مرد و زن فرقی نمیکنه عوض شه. وقتی دختره اوه، پس حتما هر دو والد او رو دارن. خب وقتی یکی بچه آبه شده، یه والد آ، یه والد هم باید ب داشته باشه. پس اینم یه مدل. اگه 2 تا بچه داشتی، یکی او بود یکی آبه بود، والدین تو آبه در به او هم، که دوباره پانتشو بکش. بس اینم یه مدل. میتونه اینم سوال نهایی باشه. میشه بدی ترا؟ تو رو خدا میشه بدی این سواله رو؟ خواهش. گامتای مرده آ و او، گامتای زنه ب و او. فرزندان دوباره آ ب ب او آ او او. رخ نموداشون آ ب ب آ او. این همون آدم و هوای شوخی خودمونه. یا یه مدل دیگه که میتونه داستاندار بشه. این بار نیومدم گروه خونی پدر و مادر رو بدم، به کربوهیدرات اشاره کردم. میگه مردی دارای کربوهیدرات آ، فقط نگفتم آی میتونه کنارش به هم داشته باشه. تا الان مرد آ رو داره. زن فاقد کربوهیدرات گروه خونیه، یعنی زن اوه. حالا مرده رو حواس دیگه، آس، آ او، حتی آبه، چون نگفته فقط کربوهیدرات آ. بیا بچه ها رو نگاه کن. دختره بی شده، دختره کربوهیدرات بی داره. خب از کی گرفته؟ مادر که اصلا بی نداشته، پس بیار از بابای گرفته. پس این بار گروه خونیش اصلا آ نبوده، آبه بوده. پس اینم حواست باشه، اگه لفظ کربوهیدرات به کار برد گول نخوری. دوباره پانت. گامتای مرد آ و ب، گامتای زن او. فرزندان به او و آ او. این ژن نمود. رخ نمودم که این در میاد. اوکیه؟ حالا چند تا نکته، اینا هم نکات مهمی هستن. ما از تو جزوه سال آوردیم گذاشتیم اینجا، یهو دیدیم مد نظر طراح امتحان نهایی هم قرار گرفت. ما یه دونه خانواده معروف داریم که میتونیم بهش خانواده آدم و هوا هم بگی. خانواده‌ای که تو فرزندانشون احتمال ایجاد هر 4 نوع گروه خونی وجود داره. اینا آ و در به او. چند بارم الان بالا ضرب کردم. اینا میتونن تو بچه‌هاشون آ، ب، آبه و او داشته باشه. دیگه هیچ خانواده این ویژگی رو نداره.
بعدی هم سوال باحالیه، ما تو جزومون تو سوالای سخت خیلی ازش سوء استفاده کردیم. 2 تا خانواده میتونیم داشته باشیم که گروه خونی فرزندان و والدین همیشه با هم فرق میکنه. یکیش آ در ب بس، چون همه بچه ها آبه میشن، یعنی نه شبیه پدره نه شبیه مادره. یکی هم آبه در اوه، همین الان ضربش کردیم، بچه ها آ یا ب میشن، یعنی نه شبیه پدره نه شبیه مادره. پس اونم 2 تا خانواده که هرگز فرزندان شبیه والدینشون نمیشن. حالا سر امتحان نهایی وقت هست، حتی اگر حفظ نباشی بشینی به آمیزش‌های مختلف فکر کنی، ولی حالا حفظ کردنش باز سر جلسه حس خوبی بهت میده دیگه، میگه اداره تو جزوه یه چیزی کش رفت. سومیه که خیلی خطرناکه، ما 3 مدل آمیزش داریم، تو بچه‌ها 3 مدل گروه خونی میتونن داشته باشن، آ و ب و آبه، او دیگه نه ها. این 3 مدل هم ما به بچه‌ها توی در واقع تستای کنکور پیشنهاد به حفظ کردن کردیم. آبه در آو، آبه در ب او، آبه در آبه، که هر 3 تاشون هم یه ورش آبست، ضرب 2 ناخالص هم هست. مثلا ممکنه نهایی بهتون بگم مثلا ژنوتیپ خانواده ای را بنویسید که دو مدل آمیزش بنویسید، 2 مدل خانواده بنویسید که در فرزندان امکان ایجاد 3 نوع گروه خونی وجود داشته باشد. این 3 تا. نکته 4 هم خیلی نکته مهمیه که باز فکر کنم دوستایی که کوچولو تست زدن در جریانش هستن. بچه‌ها 2 مدل گروه خونی رو نمیشه در 2 نسل مختلف یک خانواده داشت. یعنی اگه این گروه خونیه تو پدر باشه، تو فرزندان اون گروه خونیه نیست. فکر کنم معروفه آبه و او. یه بار بیایم با هم بحثش بکنیم، میشه پاورکی به ما بده؟ ببین رفیق، اینو خب حتما تو سال کنکور زیاد شنیدید دیگه، نکته نخنماییه. ما اگه والد اویی داشته باشیم، در مورد فرزندش میتونیم یه چیزی به قطعیت بگیم. من اصلا کاری با اون یکی والد ندارم، اون یکی والد اصلا گروه خونی فلان داره، اصلا اون یکی والد یه جوریه که صبح تا شب گروه خونیش عوض میشه، من اصلا با اون کاری ندارم. وقتی من یه والد او دارم، خب این والد اوه به بچهش او میده دیگه، پس فرزند آبه نداره، چون فرزند آبه که نمیتونه تو ساختارش او داشته باشه. یا بالعکسش، اگه من یه والد آبه داشته باشم، اصلا کاری به اون یکی ندارم، اون یکی هر چی هست، یکیه که صبح تا شب گروه خونیاش عوض میشه، این به بچهش بچه‌ها یا آ میده یا ب میده، پس فرزند او نداره. تو رو خدا با خانواده‌های خودتون چک نکنید، حالا یهو تا حالا چک نکنی، شب امتحان نهایی چک میکنی بابا او تو آبه، ول کن، اینا مال کتاباست. تا حالا چک نکردی، شب امتحان نهایی چک میکنی مثلا مامان او تو آبه، به ما اصلا ربطی نداره، اینا مال کتاب، دست به خانواده‌ات نزن، اینا مال کتاباست. تو واقعیت هر چیزی ممکنه. بعد ول کن دیگه آقا، هست مهم اینه که هستی، اومدی دیگه، به تو ربطی نداره است. یا حالا شب امتحان نهایی این مال کتاباست، تو واقعیت این نکته صدق نمیکنه، مال کتاب چرت و پرت، این دانشمندا اکثرا مزخرف. اگه اینجوریه تو خونه به تو ربطی نداره، شده دیگه، حالا خدا خواسته، فرجی شده، قسمت بوده، سرنوشت بوده، این مال کتاب داستاناست. ما در حد مسائل امتحان نهایی داریم میگیم، با خانواده واقعی ما اصلا دخالت تو اینجور مسائل حساس زندگی نداریم. ولی اینجوری بدونید او و آبه نمیتونن همزمان توی خانواده باشن. والد آبه بود به خدا فرزند او نداره، یا فرزند آبه بود به خدا والد او نداره. پس بگرد تو جزوم میگه که گروه خونی چی و چی رو نمیتونیم تو 2 نسل یه خانواده ببینیم، او و آبه. حالا خیلی جملم گویا نبوده، ادامهش اومدم مستفهمم توضیح دادم. میگم یعنی والد آبه فرزند او، یا والد او فرزند آبه نداره. 5 هم تو حرفام گفتم، اگه یکی آ بود بچهش ب یا او شد، به خدا آ اوه. اگه یکی ب شد فرزندش آ یا او شد، به خدا ب اوه. که حالا تو کنکور خیلی ما رو میندازه جلو، ولی حالا تو نهایی چون زمانش هست میتونید ور برید، خودتون تایم بذارید براش، شاید تو لحظه هم بتونید در موردش تصمیم گیری بکنید. ولی حالا یه سوژه‌ایه که احتمال اومدنش هست، چون دیگه خیلی هم پیچیده تو کنکور و اینا دیگه. حتما این معلم‌های حالا آموزش پرورشی ما که خیلی هم به کنکور اعتقادی ندارن، باش یه ضدیتایی هم دارن دیگه، شاید اینا کم کم به گوششون خورده باشه، بعدشون نیاد به عنوان سوال متفاوت تجربهشون بکنن. اما گروه دوم صفات میشن صفات وابسته به جنس، یعنی صفاتی که جایگاهشون رو کروموزوم‌های جنسی X و Y.
صفات وابسته به ایگرگ خیلی مسخرن دیگه، فقط مال مردان، اصلا تو زنا بروز پیدا نمیکنن. تمام، بذارشون کنار، ما کاری به کارش نداریم. اون وابسته به جنسایی که ما بررسی میکنیم وابسته به ایکسان، یعنی صفاتی که جایگاه اونا رو کروموزوم ایکسه. اینا در مرد و زن هستن ولی با الگویی متفاوت. چون مردا یه ایکس دارن، پس از این صفات یه جایگاه برمیدارن. زنا 2 ایکس دارن، پس از این صفات 2 تا جایگاه برمیدارن. برای همین یه تفاوتایی بین مرد و زن به وجود میاد. مثال صفات وابسته به ایکس، مثال صفت هموفیلیه. رفقای جان، هموفیلی یه بیماری ژنتیکیه، مثل کمخونی داستیشک، مثل فنیلکتونوری یا مثل سایر بیماری هایی که بعداً در دانشگاه باشون آشنا میشین. یادتون باشه این بیماری ها قبل از اینکه بیماری باشن یک صفت انسانی هن. یعنی اگر الان از من سوال بپرسی تو کدوم انسان صفت هموفیلی وجود داره، در همه انسان ها، چون هموفیلی یه صفته. پس هموفیلی یک صفته که این صفت یک صفت یک جایگاهیه، جایگاهش هم رو کروموزوم ایکسه و وابسته به ایکسه، پس که مستقل از جنس نیست، وابسته به ایکسه. هموفیلی بچه دو آللیه و دو آللیه. یکی از آللاش اچ بزرگه، یکی از آللاش اچ کوچیکه. من این ور بنویسم شاید بهتر باشه. پس وابسته به ایکس دو آللیه. یکی از آللاش اچ بزرگه، یکی از آللاش اچ کوچیکه، که چون وابسته به ایکس طرز نمایشش فرق میکنه. باید کروموزوم ایکس رو بذارید بالاش اچ بزرگ اچ کوچیک بذارید. حالا جریان چیه؟ آلل ایکس اچ بزرگ آلل سلامتشه بچه. این آللی که اگه بیان بشه از روش عامل انعقادی ساخته میشه، ولی ایکس اچ کوچیکش آلل بیماریزاشه که این آلل لال است دوباره، یعنی از روش چیزی ساخته نمیشه. پس باز فهمیدین چرا سلامتش به بیماریزاش بارزه، چون الان اون بیماریزایی هیچی از روش ساخته نمیشه. پس اگه کسی فقط ایکس اچ کوچیک داشته باشه عامل انعقادی رو نمیسازه، خونش منعقد نمیشه، پس میتونه در معرض خونریزی‌های شدید قرار گرفته باشه. لخته نمیشه، میتونه در معرض خونریزی‌های شدید قرار بگیره. عوامل انعقادی زیادن، ان شاءالله میرین دانشگاه حداقل ما 13 نوع عامل انعقادی رو بعداً در دانشگاه میخونید. هموفیلی مربوط به نبود 2 تا از عوامل انعقادی، یعنی بیماری هموفیلی به اون بیماری گفته میشه، به اون اختلالای انعقادی گفته میشه که فاکتور 8 یا 9 ندارن، که باز 8 شایع است که اصلا کتاب شما فقط به 8 اشاره کرده. پس کسی که مبتلا به هموفیلیه عامل انعقادی شماره 8 نداره، البته شایع ترین نوع هموفیلی. پس این در واقع الان میشه عامل انعقادی 8 از روش ساخته میشه، این یکی از روش هیچی ساخته نمیشه. برای همین کسایی که فقط ایکس اچ کوچیک دارن عامل انعقادی 8 ندارن، نمیتونن خونشون رو لخته کنن یا باعث منعقد شدن خونشون بشن. برای هموفیلی ما تو جامعه، پس فهمیدین ماجرای بیماریش چی شد؟ اصطلاحا به هموفیلی میگن یک بیماریه. حالا اگه از فاز صفتش بیای بیرون، به هموفیلی میگن بیماری وابسته به ایکس نهفته. چرا به این بیماری میگن نهفته؟ چون آلل نهفتش آلل بیماریزاست، آلل بارزش آلل سلامتش. پس لفظ این که یک بیماری نهفته است توضیح دادیم چرا، چون آلل نهفتش باعث بروز بیماری میشه. بچه‌ها ما برای هموفیلی 5 نوع ژنوتیپ میتونیم داشته باشیم. پس انواع ژنوتیپ در هموفیلی میشه 5 نوع. اول زنا رو ببین. خب زنا 2 تا ایکس دارن، پس 2 تا آلل برای هموفیلی برمیدارن. خیلی با ارهاش فرق نمیکنن، یا ایکس اچ بزرگ ایکس اچ بزرگن، یا ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیکن، یا ایکس اچ کوچیک ایکس اچ کوچیکن. که از نظر فنوتیپی ایکس اچ بزرگ ایکس اچ بزرگ سالمه، چون عامل انعقادی 8 رو میسازه. ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک هم سالمه، چون عامل انعقادی 8 رو میسازه. فقط ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک با ایکس اچ بزرگ ایکس اچ بزرگ یه فرقی داره. به ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک سالم ناقل میگن بچه‌ها. این ناقل به ژنوتیپش اشاره داره ها، ولی این فرد از نظر فنوتیپی سالمه. چرا بهش ناقل میگن؟ میتونه بیماری رو منتقل بکنه. پس این پایین هم هست، 10 دفعه هم سوال نهایی بوده. به ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک ناقل میگن. ناقل فرد سالمیه که میتونه بیماری رو منتقل کنه. ولی ایکس اچ کوچیک ایکس اچ کوچیک هموفیل دیگه، چون نمیتونه عامل انعقادی 8 رو بسازه. بچه‌ها به این دیگه ناقل نمیگن ها. آقا مگه نمیتونه بیماری رو منتقل کنه؟ چرا؟ ولی ناقل به فرد سالمی میگن که میتونه بیماری رو منتقل کنه.
تو مردا ما دو نوع ژنوتیپ بیشتر نداریم، چون مردا ایکس ایگرگن، یعنی یه دونه ایکس دارن، پس یه دونه آلل برای هموفیلی برمیدارن. یا ایکس اچ بزرگ ایگرگن یا ایکس اچ کوچیک ایگرگن، یا سالمن یا بیمار. دیگه مرد ناقل نداریم. پس در مورد بیماری های وابسته به ایکس نمیتونیم مرد ناقل داشته باشیم. اصلا تو وابسته به ایکس ها، صفات وابسته به ایکس، مردا دیگه نمیتونن خالص بشن، نمیتونن ناخالص بشن، نمیتونن حد واسط رو نشون بدن، نمیتونن ناقل باشن، چون یه دونه آلل بیشتر بر نمیدونن. مرد سالم، مرد بیمار. ما تو حل مسائل با مردا هم مشکل نداریم، سالم بود اینه، بیمار بود اینه. ولی با زنا گیر داریم. دوباره اگه یه زنی سالم باشه دو حالت تو مسئله داره. بر اساس اینکه بچه بیمار داره یا نداره میتونیم در مورد ژنوتیپش تصمیم گیری بکنیم. الان جلوتر هم حرف میزنیم. ببین اگه از من بپرسی انواع فنوتیپ تو هموفیلی چند نوعه، من میگم دو نوع ها. فکر کنم کتابم با من هم نظره، چون زن و مرد بودن فنوتیپ نیست، ناقل بودن هم فنوتیپ نیست. افراد یا سالمن یا بیمارن. خب آقا نحوه تبارس اینا چیه؟ دوباره پانت میکشیم. دو تا سوال اینجاست، فکر کنم دومی 400,000 بار سوال امتحانای نهایی شده. این مثال اول مثال کتاب درسی. میگه آقا یه مردی هموفیل داریم، سری می‌نویسیم ایکس اچ کوچیک ایگرگ. یه زنی داریم که سالم ناقل هم نیست، ایکس اچ بزرگ ایکس اچ بزرگ. میگه فرزندان اینا چگونه میشوند؟ دوباره پانت میکشیم. پانت، سطر اول، ستون اول، گامت. الان گامت های مرده یا ایکس اچ کوچیکه یا ایگرگ. جریان چیه؟ مردا دو تا کروموزوم جنسی دارن، ایکس و ایگرگ، که اینا میرن تترات میشن تو میوز، در آنافاز از هم جدا میشن. پس یا اسپرما ایکس دار میشن یا اسپرما ایگرگ دار میشن، که اگه اسپرم ایگرگ دار باشه میره بچه رو پسر میکنه، اگه اسپرم ایکس دار باشه میره بچه رو دختر میکنه. برای همین میگن تعیین جنسیت بچه کار مرد است، که اسپرم ایکس بفرسته یا اسپرم ایگرگ. اینجا بس یکیش میشه ایکس اچ کوچیک، یکیش میشه ایگرگ. زنه یه مدل گامت بیشتر نداره، فقط ایکس اچ بزرگ داره. حالا لقاح بده، این با این میشه ایکس اچ بزرگ ایگرگ، که به این میگن پسر سالم. این با این میشه ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک، بهش میگن دختر سالم ناقل. ولی به هر حال سالمه دیگه، یعنی احتمال تولد فرزند بیمار ندارند. اون پایینم نوشته فرزندان حاصل از این ازدواج هموفیل نخواهند بود. این دفعه سوال نهایی شده. این یکی که سوپر این دفعه. دوباره مردی سالم ایکس اچ بزرگ ایگرگ، با زنی هموفیل ایکس اچ کوچیک ایکس اچ کوچیک. میگه پانت بکش در مورد بچه هاشون نظر بده. چشم. سطر اول، ستون اول، گامت. گامت های مرده یا ایکس اچ بزرگ میفرستد یا ایگرگ. گامت های زنه فقط ایکس اچ کوچیک دارد که بفرستد. لقاح میدیم ایکس اچ کوچیک ایگرگ، ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک. این پسر هموفیله، این دوباره دختر سالم ناقله. یعنی اینا دختر بیمار ندارن و پسر دختر بیمار ندارن چون پدرم سالم بوده، و پسر سالم ندارن، پسرشون حتما هموفیل میشه. 400 دفعه این سوال فعالیت اومده. 25 صدم میده به این، 25 صدم میده به این، فکر کنم 25 صدم میده به پانه. نه، 1 و 25. 25 صدم ژنوتیپ، 25 صدم ژنوتیپ، 25 صدم فنوتیپ، 25 صدم فنوتیپ، 25 صدم هم پانت. یه سوال 1 و 25 صدمیه که تو حل سوالای نهایی میبینید 600 بار اومده. من دو تا هم اینجا گذاشتم، اینم حل بکنیم بعد یه نتیجه گیری هم بکنیم. مردی هموفیل، زنی سالم. خب مرد رو بنویسیم، مرد هموفیل ایکس اچ کوچیک ایگرگ. زنی سالم. خب دیگه این بار مثل سوالای کتاب درسی نگفتم ناقل یا ناقل نیست، بچه واسش دادم. میگه یه دختر هموفیل داره، خب زنه باید ناقل باشه دیگه. اگه زنه خالص باشه که به همه بچه‌ها چه بزرگ میده، پس هیچ بچه‌ای بیمار نمیشه. چون بچه‌ش هموفیل شده پس زنه ناقل بوده. پانتشو بکش. پانت. این یه ذره نهایی شدنش کم شانس میشه خودش، چون خیلی بارمش میره بالا. ببینید 4 مدل ژنوتیپ داره، مثلا میخواد چجوری بار ما رو تقسیم بکنه، مگه اینکه فقط ژنوتیپ بخواد مثلا یه نمره. گامت های مرده ایکس اچ کوچیک ایگرگ، گامت های زنه ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک. این مثلا عبارت درست نادرست میشه، یا بله یا خیری میپرسه. بریم لقاح بدیم. ایکس اچ بزرگ ایگرگ، ایکس اچ کوچیک ایگرگ. این پسر سالم، این پسر هموفیل.
XH بزرگ XH کوچیک XH کوچیک XH کوچیک. این دختر سالم ناقل، این دختر هموفیل. یعنی این همه مدل داره دیگه. پسر هموفیل، دختر هموفیل، پسر سالم، دختر سالم، میتونه فرزندان این باشه. پس این دختر هموفیلش باعث شد ما زنه رو ناقل بگیریم. بعدی مرد و زن سالمن. خب مرده میشود XH بزرگ Y. زن سالمه XH بزرگ. حالا دوباره چی میگیریمش؟ پسر هموفیل. فرقی نمیکنه بچه‌ها، چه پسرش هموفیل باشه چه دخترش هموفیل باشه، زن سالم باید ناقل بشه، چون باید یه چیزی به اون پسره داده باشه که بیمار شده باشه دیگه. حالا جلوتر یه حرف مهم من میزنیم که اصلا پسرا رو مادر فقط بیمار میکنه، چون پدر به پسر ایگرگ بی خطر میده. اصلا تو مرام مردم نیست پسراشونو بیمار کنن، یه ایگرگ بی خطر بهش میدن. دوباره پانتشو بکشیم. حالم از پانت دیگه به هم میخوره آقا عرفان. یعنی هرچی تو طول سال پانت نکشیدیم، تو نهایی انتقامشو گرفت آقا پانت. گامت های مرده یا XH بزرگ یا Y، گامت های زنه XH بزرگ XH کوچیک. لقا XH بزرگ XH بزرگ XH بزرگ Y، XH بزرگ XH کوچیک XH کوچیک Y. خب اینا چه جوری ان؟ دختر سالم، دختر سالم. میبینی دختر بیمار ندارن، یا سالم خالصه یا سالم ناقل. پسر سالم، پسر بیمار. حالا یه نکته مهم که باز حتما در کلاس‌های کنکور یا تست‌های کنکور با چالشش روبرو شدین. یه پاور به من بده آقا عرفان. عرفانی رفقای جان اگه یه پدری سالم بود، در مورد دخترش میخوام ابراز نظر بکنی از نظر هموفیلی ها. آقا ما که مادره رو نمیدونیم، شاید دختر سالم بشه شاید دختر بیمار بشه. گول خوردی. چرا؟ وقتی پدر سالمه XH بزرگ Y. خب این XH بزرگ رو حتما به دختر میده دیگه، چون نمیتونه Y به دختر بده که. پس دختره حتما یه XH بزرگو داره. حالا مادره هر چی دوست داره بده به درک، حتما دختر سالمه. پس پدر سالم نمیتونه دختر هموفیل داشته باشه، چون به دخترش حتما XH بزرگو داده. این اولین تذکر. دومی، رفقا اگه مادری هموفیل باشه در مورد پسرش نظرت چیه؟ باز تو نگاه اولت میگی خب به بابای بستگی داره دیگه، میگیم به بابایی هیچ ربطی نداره. چرا؟ چون بابای به پسر ایگرگ داده، اصلا مهم نیست بابایی چی کاره بوده. ایکس پسر یادگار مادره. خب رفقا وقتی مادر هموفیله، خب حتما به بچهش ایکس اچ کوچیک میده دیگه، پس حتما پسرش هموفیل میشه. این دوتا حتما تو ذهنت باشه. دیدم تو نهایی موقعی کاربرد داره، مثلا در حد درست نادرست. من نداره میگم اینا رو، میگم پدر سالم باشه دختر هموفیل نداره، یعنی حتما دخترش سالمه. بچه‌ها پدر هموفیل باشه نمیتونی بگی حتما دختر هموفیله ها، برعکسش نکنی. پدر هموفیل میتونه دختر سالم داشته باشه، دختر هموفیل داشته باشه، چون مادر با ایکس اچ بزرگش میتونه تصمیم گیری بکنه. ولی این ورش حتما درسته، پدر سالم حتما دخترش سالمه، دختر هموفیل نمیتونه داشته باشه. اونجا مادر هموفیل حتما پسرش هموفیله. برگرد، بس من اینجا نکاتشو نوشتم. باز میگم در حد درست یا نادرست میتونه بیاد. یه لحظه هم سر جلسه گیج و منگ زدی، نهایی دیگه وقت که داری با خود امتحان کن دونه دونه. پس در مورد هموفیلی مرد سالم همواره دختر سالم دارد، زن هموفیل همواره پسر هموفیل دارد. حالا من تو فاز ندارد بهش اشاره کردم. پس هموفیلی و گروه های خونی سه تا صفتن که کتاب بازشون کرده، فعالیت ازشون داده و احتمال اومدنشون در نهایی به شدت بالاست، که حالا ما سعی کردیم برخلاف دوره‌های گذشته که صرفاً فعالیت کتاب درسی بوده یه تنوعی بدیم، چند تا سوال حل بکنیم که من بعید میدونم دوستی چالشی توش پیدا بکنه. حتی فکر میکنم با مثالای زیادی که حل کردیم به این دوستانی که تو طول سالم آموزش خوبی ندیدن هم کمک کردیم نهایی رو بتونن درارن از کار. گفتار پایانیش یه قسمت خیلی مهمیه که این تو کنکور که خیلی خیلی مهمه، سوال فیکس و 100% کنکوره. تو نهایی هم شلوول داره یه کارایی میکنه ها. پس بریم با هم یه نگاه باز یه ذره متفاوت‌تر از دوره‌های قبل بهش بندازیم. اولین آیتم تعریف صفاته. میگه صفاتو به دو دسته میشه تفکیک کرد، یا صفات گسستن یا صفات پیوستن. این گسسته و پیوسته دقیقاً همون چیزیه که شما تو ریاضی و آمار میخونید. گسستگی میگن بازه پیوسته تو ریاضی، بازه گسسته تو ریاضی.
صفات گسسته مثل صفاتی که تا الان خوندیم، مثل صفت ارهاش، مثل صفت آبئو، مثل حالت موی انسان، مثل رنگ گل میمونی، هر آنچه که تا حالا خوندیم، مثل بیماری ها. اینا صفاتی هستند که بین فنوتیپاشون گسستگی وجود داره. مثلا در مورد ارهاش یا افراد مثبتن یا منفی، دیگه بینش خبری نیست. در مورد آبئو یا آن یا بن یا آبن یا او، دیگه بین اینا چیزی نیست. یا بیماریا یا سالمن یا بیمار، یا رنگ گل میمونی، قرمز، صورتی، سفید، دیگه بین صورتی و قرمز چیزی نیست. به اینا میگن صفات گسسته. ولی یه سری صفات پیوستن. یعنی چی؟ یعنی بین یک حد اقل و یک حد اکثر هر فنوتیپی، مثلا طول قد انسان، مثل قد انسان، وزن انسان، آیکیو انسان، رنگ پوست انسان. الان رنگ پوست انسان از سفید تا سیاه، چه طیفی بینش وجود داره؟ شما هر دوتا رنگ پوست انسان رو بیارید، باز یه چیزی بینش میتونه وجود داشته باشه. یا قد انسان، اگه 171 سانت داریم، 172 سانت داریم، 171.5 سانت هم میتونیم داشته باشیم. به این صفات میان صفات پیوسته، که اونی که ما باش کار داریم اینه. و رنگ نوعی ذرت، این ذرتی که الان میخوام ازش حرف بزنم مثل گل میمونی قرمز سفید صورتی داره، ولی فرقش اینه صورتیش طیف داره، یه مدل صورتی نیست، چندین مدل صورتی داره، پیوستگی داره. بچه صفات پیوسته رو یه جور دیگه هم تعریف میکنن، میگن دارای نمودار توزیع فراوانی زنگوله‌ای شکلن. نمودار توزیع فراوانی نموداریه که محور عمودیش فراوانیه، محور افقیش فنوتیپاست. میگه اگه صفت شما پیوسته باشه، نمودار توزیع فراوانیش زنگوله‌ای شکل میشه. میبینی؟ یعنی بین یه حداقل و حد اکثری یه عالم فنوتیپ قابل تصوره، که به این دوتا فنوتیپ میگن فنوتیپ آستانه‌ای. آستانه. مثلا در مورد قد انسان، بلندترین قد انسان، کوتاهترین قد انسان در کره زمین، بقیه بین اینا. در مورد آیکیو، کودنترین تیزهوشتری. در مورد این ذرته که الان میخوایم حرف بزنیم، این میشه سفید سفید، این میشه قرمز قرمز، بقیه میشن صورتی ها. پس صفات پیوسته یک نمودار توزیع فراوانی زنگوله‌ای شکل دارن. اینجا خیلی تعریف نکرده، فقط میگه قد پیوسته است. ولی صفحه بعد اینجا یه چیزی رو لو میده، میگه نمودار توزیع فراوانی این صفات پیوسته شبیه زنگوله است، مثل مثالی که الان چند دقیقه بعد بازش میکنه. حالا تو هم من یه سوالی میپرسی، میگه آقا وقتی یه صفتی پیوسته میشه پس خیلی فنوتیپ داره دیگه. میگم آره زیاد. میخواد یه منحنی زنگوله‌ای شکل درست کنه. میگه چجوری میشه یه صفت این همه فنوتیپ داشته باشه؟ خب ما تا الان مثلا اگه صفتمون بارز و نهفتگی داشت، مثل ارهاش دو نوع فنوتیپ بود، یا بارز یا نهفته. و اگه بارز و نهفتگی نداشت میشد 3 مدل، مثلا قرمز سفید صورتی، صاف فر موجدار. اینجا چجوری این همه فنوتیپ زیاد شده؟ جریان اینه که صفاتی که ما تا حالا خونده بودیم صفات تک جایگاهی بودن، مثل ارهاش که جایگاهش هم میدونستید اونجای فامتن شماره 1، مثل آبئو اونجای فامتن شماره 9، مثل هموفیلی اونجای فامتن X. اینا همه صفات تک جایگاهی بودن. ولی صفات پیوسته صفات چند جایگاهی هن. یعنی دیگه یه جایگاه تو بدن کنترلشون نمیکنه. الان قد انسان من، قد من به عنوان انسان یه صفت چند جایگاهیه. یعنی مثلا یه جایگاه رو کروموزوم 1، یه جایگاه رو کروموزوم 2، یه جایگاه رو کروموزوم 3، یه جایگاه رو کروموزوم 4، همه با هم بروزشون باعث قد من میشه. پس این صفات چند جایگاهی هن که پیوسته میشن. ما اگر علمی با هم حرف بزنیم خیلی حرف درستی نیست، یا حداقل تئوریک. یعنی مثلا صفات تک جایگاهی هم میتونن مثلا پیوسته بشن، آللای زیادی داشته باشن، یا صفات چند جایگاهی هم میتونن گسسته باشن، جایگاه‌های کمی داشته باشن. ولی علم ما بریز دور. اون چیزی که در واقع ما بر اساس کتاب باید بگیم صفات چند جایگاهی فنوتیپ پیوسته دارن. این جمله کتابتونه تو نهایی هم 600 بار اومده. صفات چند جایگاهی فنوتیپ پیوسته دارن، جزء صفات پیوسته به حساب میان. پس فهمیدین چه جوری یه سری صفات پیوسته میشن؟ بیش از یه جایگاه کنترلشون میکنه. اینم بوده تو نهایی تعریف تک جایگاهی و چند جایگاهی. تک جایگاهی صفاتی هستند که یه جایگاه ژنی در فام تنها دارن. چند جایگاهی صفاتی هستند که در بروز آنها بیش از یک جایگاه ژن شرکت دارن. اما حالا مثال ما
رنگ نوعی ذرت. بریم تو چک نویس آقای عرفان خان. پس صفتی که من باید خیلی خوب بلد باشم صفت رنگ نوعی ذرت. رفقای جان این صفت یه صفت سه جایگاهیه، پیوسته هم هست که جایگاهاشو کتاب با این آللا معرفی کرده. یه جایگاه آ بزرگ آ کوچیک، یه جایگاه بی بزرگ بی کوچیک، یه جایگاه سی بزرگ سی کوچیک. تو هر جایگاه بارزش باعث قرمز شدن میشه، نقفتش باعث سفید شدن میشه. اما رفقا این صفت روابط بارز و نهفتگیش با بارز و نهفتگی صفات دیگه فرق میکنه. اینجا اصلا یه جور دیگه است، کاش از لفظ بارز و نهفته استفاده نمیکرد. مثلا اینجا اگه شما دوتا آ بزرگ داشته باشی قرمزتر از آ بزرگ آ کوچیکی، در حالی که مثلا تو ارهاش فرقی نمیکرد شما دی بزرگ باشی یا دی بزرگ دی کوچیک. اینجا تو بی بزرگ باشی قرمزتر از بی بزرگ بی کوچیکی. پس یه ذره شرایط فرق میکنه ها. هر یه دونه بارز یه درجه قرمز میکنه. برای صفت رنگ نوعی ذرت مورد نظر ما کتاب اومده نمودار توزیع فروانی رو کشیده. نمودار توزیع فروانی یه منحنی زنگوله‌ای شکل شده که این دوتا فنوتیپ شدن فنوتیپ‌های آستانه‌ایش. این میشه اون کاملا سفیده، اون میشه کاملا قرمزه. که کاملا سفیده ژنوتیپش چیه؟ آ کوچیک آ کوچیک بی کوچیک بی کوچیک سی کوچیک سی کوچیک. میبینی ژنوتیپ عوض شد. وقتی صفت تک جایگاهی بود ما برای نوشتن ژنوتیپ فقط 2 تا آلل مینوشتیم، ولی وقتی یه صفتی 2 جایگاهی میشه باید 4 تا آلل بنویسیم، 3 جایگاهی میشه باید 6 تا آلل بنویسیم، چون از هر جایگاهی 2 تا آلل برمی‌داره دیگه. این میشه اون ذرت کاملا سفید. این میشه اون ذرت کاملا قرمز که تو همه جایگاهاش دگره بارز داره. بقیه میشن صورتی‌ها که این وسطن. هرچی دگره بارز بیشتری داشته باشن به قرمزی نزدیکترن، هرچی دگره نهفته بیشتری داشته باشن به سفیدی نزدیکترن. حالا کتاب ما اومده ذرت‌ها رو از نظر رنگشون و از نظر قرمزیشون به 7 تا گروه تقسیم کرده. پس طبقه بندی از نظر درجه قرمزی. به این داده درجه 0 چون اصلا قرمز نیست، به اینا داده درجه 1، به اینا داده درجه 2، به اینا داده درجه 3 که الان درجه 3 ها میشن فراوانترین دیگه. به این داده درجه 4 که فراوانیش با درجه 2 یکیه. به این داده درجه 5 که فراوانیش با درجه 1 یکیه. به این هم داده درجه 6. پس از نظر قرمزی ما 7 گروه ذرت داریم، 0 تا 6. حالا بریم ژنوتیپ‌های اینا رو بنویسیم. من میخوام یکه رو بنویسم. بیا نوشتنشو بلد شو. حتما یه بار دیگه هم خودت بنویس ژنوتیپ‌های مختلف درجات مختلفو. 0 هر 3 جایگاهش خالص نهفته بود، اصلا هیچ دگره بارزی توش وجود نداشت، برای همین هم درجهش 0 بود. یک باید یه دونه بارز داشته باش. خب 3 حالت داره دیگه. تو میتونی اون یه دونه بارز رو به جایگاه اول بدی، یعنی یکی از جایگاهاتو ناخالص کنی. میتونی به جایگاه دوم بدی، یعنی جایگاه وسطتو ناخالص کنی، درجه 1 اینه دیگه. یا میتونی به جایگاه سومت بدی. اینا هر 3 تاشون هم درجن، با هم فرق دارن رنگاشونا ولی هم درجن، بهشون میگیم درجه 1 که اون پیوستگی به هم نخوره. پس از 3 جایگاه یکیش ناخالص، 2 تاش خالص نهفته. من برم 5 رو بنویسم، از اونور بیام راحت‌ترم دیگه. 5 با شیشه چه فرقی داره؟ یه دونه از بارزا رو باید نهفته کنم، یه دونه از قرمزا رو باید سفید کنم. خب با 3 حالت داره. میتونم جایگاه اول رو ناخالص کنم، میتونم جایگاه دوم رو ناخالص کنم. اینا سی بزرگ یعنی باید درجهش 5 باشه، 5 تا بارز داشته باشه. میتونم جایگاه سوم رو ناخالص کنم. پس من 3 نوع ژنوتیپ تو درجه 5 دارم، 3 نوع ژنوتیپ تو درجه 1 دارم. میرم درجه 2 رو مینویسم. درجه 2 باید از این 6 تا ما 4 تاش سفید باشه، 2 تاش قرمز باشه. خب چجوری بنویسم؟ میتونم 2 تا قرمزا رو به یه جایگاه بدم، مثلا جایگاه اولو 2 تاشو قرمز بدم، این الان درجهش 2. یا جایگاه دومو قرمز بدم، یا جایگاه سومو قرمز بدم. پس الان دوباره هر 3 جایگاهم خالصه، فقط فرقش با 0 اینه که یه جایگاهم خالص بارزه. حالت دیگه ندارم. چرا؟ میتونم 2 تا رو به 2 جایگاه بدم، یعنی 2 تا جایگاه رو ناخالص کنم. آ و بی رو ناخالص کنم با سی نهفته، آ و سی رو ناخالص کنم با بی نهفته. ببین 2 تا قرمز داره دیگه. بی و سی رو ناخالص کنم با آی نهفته.
این 6 نوع همشون درجهشون 2. برای 4 هم همین کارو میتونم بکنم. این بار 4 تا قرمز میخواد 2 تا سفید. خب میتونم 2 تا سفیدا رو بدم به جایگاه آ، میتونم 2 تا سفیدا رو بدم به جایگاه B، میتونم 2 تا سفیدا رو بدم به جایگاه C، یا 2 جایگاهش کنم. یه سفید بدم به جایگاه آ، یه سفید بدم به جایگاه B، یه سفید بدم به جایگاه آ، یه سفید بدم به جایگاه C، یا یه سفید بدم به جایگاه B، یه سفید بدم به جایگاه C. پس اینم 6 تا حالت داره. وسطی از همه مهمتره، چون اینا میشن فراوانترین ذرت‌ها که درجهشون 3. اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه ذرتی که همه دگره ها رو داره. این درجهش 3. هر 3 جایگاه ناخالص همه 6 نوع دگره رو داره. ولی حالتهای دیگه دارم. میتونم 3 تا رو 2 تا یکی تقسیم بکنم. 2 تا قرمز بدم به آ، یه قرمز بدم به بی، یا 2 تا قرمز بدم به آ، یه قرمز بدم به سی. این شد 2 حالت. یا 2 تا قرمز بدم به بی، یکیشو بدم به آ، یا 2 تا قرمز بدم به بی، یکیشو بدم به سی. حالا نوبت سیه. 2 تا قرمز بدم به سی، یکیشو بدم به بی، 2 تا قرمز بدم به سی، یکیشو بدم به آ. این 7 مدل میشن درجه 3 یای ما که حتما باید بیاری رو کاغذ، چون من پیش بینی میکنم که یه ذره سوال متفاوت‌تر از این تو نهایی ببینیم. برو تو جزوه. نه دیگه کتاب زحمت کشیده همه این 27 نوع رو برای شما نوشته اینها، و بر اساس تعداد دگره قرمز اینا رو به 7 تا گروه طبقه بندی کرده. تعداد انواع ژن نمودها هم در هر گروهی 1 3 6 7 6 3 1 که این درجه 3 این میشه فراوانترین در جامعه که 7 نوع ژنوتیپ تو این گروه قرار میگیرن. چجوری میتونه به اینا حمله کنه؟ تا حالا که خیلی ملو و اینا حمله شده، ولی یه بوایی داره میاد. من به خاطر رسیدن به این بوا اومدم 3 تا از سوالای کنکور رو پیش بینی کردم. حالا تو 3 گرید مختلف حداقل تمرین کردم. اولی که خیلی سوال راحتی، اگه تو سال یادتون باشه اینو عمو عرفان میومد زحمت حلشو میکشید. یه ذرتی داده این ریختی، میگه این شباهتش با کدوم از این گزینه‌ها کمتره. حتی میتونه تست باشه تو امتحان نهاییتون. بچه‌ها این درجهش چنده؟ ببین دیگه ژنوتیپ برای ما مهم نیست تو بحث ذرت‌ها. برای ما اصلا مهم نیست این آ داره بی داره یا سی داره. به درک درجهش مهمه. این درجهش 4. نه اگر من آ بزرگ بی کوچیک سی بزرگ هم بود درجهش 4 میشد، چون 4 تا بارز داره، 4 تا قرمز داره. برای گزینه‌ها درجه پیدا می‌کنیم. خب گزینه 1 درجهش 3 تا بارز داره. گزینه 2 درجهش 6 تا بارز داره. گزینه 3 درجهش 2 تا بارز داره. گزینه 4 درجهش 1 یه دونه بارز داره. حالا میگه با کدوم از اینا اون شباهت کمتری داره. خب دارین اعداد مقایسه میکنین دیگه. 4 با 3 1 اختلاف داره، 4 با 6 2 اختلاف داره، 4 با 2 اختلاف داره، 4 با 1 3 اختلاف داره. پس با این شباهتش نسبت به بقیه کمتر. میگم همین هم میتونیم ببینیمش. مثلا یه همچین سوالی تو تبدیل میکنی به درجه. اسم ذرت اومد، ژنوتیپ منوتیپ برات اهمیتی نداره. ژنوتیپ منوتیپ تو ذرت برات اهمیتی نداره. ژنوتیپ منوتیپ تو ذرت برات اهمیتی نداره. سوال عوض شد تو این فاصله. نظرم میشه ژنوتیپ منوتیپ برات اهمیتی نداره، درجه مینویسی. این سوال خارج 1400. نموداره رو داده، میگه که کدوم از این گزینه ها درسته. گزینه 1 میگه ژن نمودی که همه دگره ها رو داره، میشه آ بزرگ آ کوچیک، بی بزرگ بی کوچیک، سی بزرگ سی کوچیک. خب درجهش 3 دیگه، راست تو قسمت 3 نمودار قرار میگیره. بله. 2 میگه اونایی که 3 جایگاه ناخالص دارن. خب همینه دیگه، 3 جایگاه ناخالص. اسکلمون کردی؟ خب این تو چه بخشیه؟ 3 دیگه. بعدی میگه هر کی تو 2، یعنی هر کی درجهش 2 به طور حتم، پس یک جواب شده، به طور حتم یه جایگاه ناخالص داره. هر کی 2 حتما یه جایگاهش ناخالصه. نه یه دونه بنویس براش سری بیا. با این ردش میکنم. نه هر 3 جایگاهش خالصه. درجه 2 یا میتونن 3 جایگاهشون خالص باشه. 2 تا قرمزا رو توی یه جایگاه گذاشتن. 4 هر کی تو 4 خب به طور حتم در هر جایگاهی دگره بارز داره. کی میگه؟ میشه 4 رو تو 2 تا جایگاه جمعش کرد. اینها بنویس. اگه با همچین سوالای روبرو شدی بنویس. اولین ژنوتیپی که به ذهنت میاد بنویس. یا مدل وحشی تر و هارش که ما میخوایم ازش دید بگیریم.
سوال دی پارساله که وحشی نیست بچه‌ها، حمالیش زیاده. گفته آقا این گزینه ها رو بنویسین، بگین کدوم گزینه دوتا ذرتش به هم شبیه ترن. میخوام نوشتنش رو با هم تمرین کنیم. حالا این تست نمیاد ولی شاید اینا گزینه ها مد نظر قرار بگیرن. نوشتنش رو با هم یه بار تمرین کنیم. میگه ذرتی رو بنویسین که تو جایگاه ژنی خالص بارز داره. من اولی رو میدم خالص بارز، دومی رو میدم خالص بارز. برنگردی بگی چرا اینجوری گرفتی. میگم رفیق من با درجهش کار دارم. چه فرقی میکنه کدوم جایگاهش خالص بارزه؟ تو ذرت برای من تو بحث رنگ درجهش مهمه. میگه یه جایگاه هم نهفته داره، میشه این. الان گزینه یک این درجهش 4. بیا کناریشو بنویسیم. ذرتی که فقط یه جایگاه ناخالص داره، من همون جایگاه اول دادم ناخالص. فقط یه جایگاه نهفته داره، جایگاه دوم میدم نهفته. چون فقط به کار برده جایگاه سوم نباید ناخالص باشه، نباید نهفته باشه، پس باید خالص بارز باشه. این درجهش میشه 3. این الان تو گزینه یک ما با یه درجه 3 طرفیم، با یه درجه 4. میریم گزینه 2. 2 جایگاه ناخالص یه جایگاه خالص بارز دوباره این درجهش میشه 4. 2 جایگاه خالص بارز یه جایگاه ناخالص این درجهش میشه 5. گزینه 3 یه جایگاه خالص بارز 2 جایگاه ناخالص ببین من چجوری می نویسم. این درجهش 4. یه جایگاه خالص بارز 2 جایگاه نهفته این درجهش 2. 2 جایگاه خالص بارز و یه جایگاه نهفته این درجهش 4. 2 جایگاه ناخالص و یه جایگاه خالص بارز این هم درجهش 4. الان اون گزینه‌ای که در کنکور دی پارسال مد نظر بود گزینه 4ش. که حالا خدای نهایی رو رد کردی برای این تایم بذار، میشه تستشو زد تو کنکورا. و یکی از تستای به نظر من مفته، ترکیب مرکیبی با جای این بره تو دل اون اینا هم نداره. که حالا ما در قالب نهایی این 3 مدل رو گذاشتیم، دستتون گرم میشه در مورد ذرت‌ها. 2 تا پاراگراف پایانی این فصل. ما یه سری صفات داریم، اصطلاحاً بهشون میگن صفات وابسته به محیط. اینا صفاتی هستند که بروز یک فنوتیپ، برای بروز فنوتیپ تنها وجود ژن کافی نیست، اثر محیط هم توشون اهمیت داره. مثلا صفت ساخت کلروفیل در گیاهان هم ژنشو میخواد هم نور میخواد، میگن این صفت وابسته به محیطه. تو بدن انسان قدمون رو مثال زده که قد انسان هم به ژنها بستگی داره هم به اثر محیط. 2 عامل محیطی ورزش و تغذیه عوامل محیطی هستند که میتونن رو قد انسان تاثیر بذارن. مثلا یه جمله عامیانه هست، میگن قد پسر باید از میانگین قد والدین 6 سانت بیشتر باشه، قد دختر باید از میانگین قد والدین 6 سانت کمتر باشه. حالا تو میری تو خونه حساب میکنی دوباره میبینی نمیخوره، حمله نکنی به والدین و اینا، سراغ شیرخوارگاه و پرورشگاه و اینا نری. یا قد انسان یه صفتیه که محیط هم روش اثر داره. یعنی شاید ددی تو ژنای قد 190 داشته، محیط نذاشته 190ش بروز پیدا بکنه، ورزش نکرده، تغذیه خوبی نداشته، پس نمیتوان از روی ژنها علت قد فرد رو توضیح داد، چون عوامل محیطی هم روش تاثیر داره. مهار بیماری‌های ژنتیکی، میگه بیماری‌های ژنتیکی رو نمیشه درمان کرد، به خاطر اینکه کسی که یک بیماری ژنتیکی داره اون ژن معیوب رو تو همه سلولای بدنش داره، مگر در موارد معدود منظور ژن درمانی در هفته 12. پس با بیماری‌های ژنتیکی چیکار میکنن؟ با تغییر عوامل محیطی مهارش میکنن. مثل بیماری فنیل کتونوری یا PKU. صفت دوباره فنیل کتونوری یک صفت این بار مستقل از جنسه، برخلاف هموفیلی، و 2 آللیه دوباره، که یه آلل شما میگیم پی بزرگ، یه آللش رو میگیم پی کوچیک. آلل پی بزرگش آلل سلامتشه بچه‌ها، که از روش چی ساخته میشه وقتی بیان میشه؟ آنزیم تجزیه کننده آمینو اسید فنیلالانین. ببین اینا واژه‌اش مهمه نندازن به تو امتحان. آنزیم تجزیه آمینو اسید فنیلالانین، که این نمیذاره این آنزیم فنیلالانین تو بدن ما تجمع پیدا کنه، چون تجمع فنیلالانین میتونه محصولات خطرناکی تولید کنه که به نورون‌های مغزی آسیب بزنه و با از بین بردن نورون‌های مغزی باعث بروز درجاتی از عقب ماندگی ذهنی بشه. ولی این آنزیم نمیذاره این اتفاق رخ بده. بچه‌ها پی کوچیک آلل بیماریزاش.
که این آنزیم این آلل دوباره لال است، دوباره پس مثل هموفیلی کسی که فقط پی کوچیک داره، پی کوچیکه، این آنزیم رو نداره، نتیجهش فینالانین تجزیه نمیشه، تو بدن تجمع پیدا میکنه، محصولات خطرناکی میده. اون محصولات خطرناک به نورون‌ها یا سلولای مغز آسیب میزنه، میتونه باعث درجاتی از عقب ماندگی ذهنی بشه. حالا این بیماری قابل مهار کردنه. بله. چجوری؟ میگه این بیماری در بدو تولد علائم آشکاری نداره، چون یه بیماری نهفته است. یعنی وقتی یه نوزادی پی کوچیکی متولد میشه، چون بیماریش بیماری نهفته است، علائم آشکاری نداره. ولی اگه شیر مادرشو بخوره، چون تو شیر مادرش پروتئین های حاوی آمین اسید فینالانین وجود داره، تو بدنش فینالانین تجمع پیدا میکنه، محصولات خطرناکی تولید میکنه، باعث آسیب به نورون‌های مغزیش میشه، میتونه باعث بروز عقب ماندگی ذهنیش بشه. خب ما چجوری میتونیم اینو مهار بکنیم؟ باید تشخیصش بدیم دیگه. کی؟ تو بعد تولد، چون نورون‌ها از بین برن که دیگه ترمیم نمیشن. جزو بیماری‌هایی که تو غربالگری نوزادی دنبالش میگردن. هر نوزادی متولد میشه، در چند روز اول تولدش یا به قول کتاب تو بعد تولدش از پاشنه پاش خونگیری میکنن. یه سری بیماری ژنتیکی رو روش چک میکنن. یکی از بیماری‌ها بیماری فنیلکتونوریه. اگه بفهمن این کودک پی کوچیک مبتلا به فنیلکتونوری یا PKU، شیر مادرش رو قطع میکنن چون توش آمین اسید فینالانینه، به شیر خشکایی میدن که فاقد فینالانینه، که تو بدنش فینالانین تجمع پیدا نکنه که اون محصولات جانبی خطرناکو بده، باعث آسیب نورون‌های مغزی بشه. این فرد در آینده هم باید تو رژیم‌های غذاییش فینالانین نباشه یا کم باشه. معمولا هم این صفحه سوال داره، همیشه صفحه آخرها مهمن که ما در مورد متن و مفهومش با هم دیگه صحبت کردیم. پس چگونه میتونن از عوارضش جلوگیری بکنن؟ پروتئین‌های حاوی فینالانین رو اگه ازشون تغذیه نکنن، میتونن از بروز اثرات این بیماری جلوگیری بکنن. یه دونه مسئله همین پایین گذاشتم. پدر مادر سالمی داریم که پسری مبتلا به فنیلکتونوری دارن. و الان پدر مادر هر دو باید ناقل باشن، پی بزرگ پی کوچیک، پی بزرگ پی کوچیک. تو میگی مگه مردان میتونن ناقل بشن تو بیماری‌های مستقل از جنس؟ بله. فنیلکتونوری دیگه وابسته به ایکس که نیستش. میگه ژنوتیپ فنوتیپ والدین و فرزندان رو بنویسین. این شد والدین، فرزندان. اینم آخرین پانت این جزوه. انتقام هر چه پانت نکشیدن من بود را گرفتی. پدر پی بزرگ پی کوچیک، مادر پی بزرگ پی کوچیک، فرزندان پی بزرگ پی کوچیک، پی بزرگ پی بزرگ پی کوچیک، پی کوچیک پی بزرگ پی کوچیک، که اینا میشن سالم 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 سالم. این میشه بیمار مبتلا به PKU یا فنیلکتونوری. میگم حجم خیلی کمی داشت این فصل، با کلی اضافه کردن ما به 17 صفحه رسیدیم، ولی جزء فصلایی که به نظر من آتش زیر خاکستره. پس من سعی کردم، فکر میکنم 3-4 پله از نهایی هایی که حتی تو دوره های اخیر برگزار شده یه کوچولو برم بالاتر، و حتما با مرور شما انشاءالله و تمرکزتون سر امتحان نهایی، سوالی که انشاءالله سوال سخت و متفاوتی باشه رو پاسخ میدین. انشاءالله به خاطر اینه که شاید خیلی از بچه‌ها این فصل رو اصلا جدی نگیرن، بگن آقا این که سوالا چرت و پرت، ماهیتاً هم که ژنتیک ما تو طول سال نخوندیم، ولش، کاشکی بشه چند تا سوال جوندار، به خصوص اگه لطف بکنه طراح از تو جزء سوال بده که شرمنده میکنه. انشاءالله ما در آینده دور اگه یه جا همو دیدیم جبران بکنیم. خداحافظ.